خداوند بخشنده و به نهایت مهربان. اما بعد سلام و درود هموطنان عزیز، با شما هستم عبدالخلیل وصیف در برنامه درخش حق. اینک میخواستم که امروز درباره هم انتخابات صحبت بکنیم، هم درباره زمینه که امروز حکومت دیکتاتوری رحمانوف به قرقیزستان بگیم یا تحفه کرد یا فروخت و درباره برادران زندانی که امروز داریم. خب برادران گرامی قدر، ما خواهش میکنیم که ما را پیگیری بکنه، برنامه ما را فکر نظرهاتون در کامنت ها بنویسه. کسانی که میخوان صحبت بکنن طریق لینک وارد استودیو شوه، با ما هم صحبت شویم. برادران عزیز نگاه کنید که برادران عزیز، رحمانوف سرزمین با این قدر خطای فروختگی بود، با این قیدیگش در قرقیزها داد. مثال این انسان یگان کار نکرده ایستاده است که برای همین ملت، که این ملت مثال امروز این آواز بتیه سویتی که خودمان استحصالش میکنیم، از پلی ملت ساخته شد راغون یا اگرگتش امروز داره نمیتونه مردم است. مثال همین مینوس های رحمانوف ما مخالفین میگیم، یا که رحمانوف باید اصلاح بشه یا که کلام برای دیگر. مخالف همینه، مخالف در و شما حکم نبروره که او خائن است و او نمیدونم اکستریمیست است و او تروریست است. این مخالف آینه حکومت است. نمیتونیم ما ایت خوبتر میتونیم برکنارش یک جوان بیایه، یک آدمی که عقلش میگیره که حکومت استفاده ببره. رنگی مثال رحمانوف من میگم که رحمانوف با مثلی یا نوکیا بیلاین است که نوکیا را دیگه امروز از دست مردم هم نمیبینیم. همین خاطر دمو یا که اندروید یا که سامسونگ، ما خیلی چیزای پیشرفت کرده را میخواهیم. ما نمیخواهیم یک چیزی که ترش شدگی باشه، ویران شدگی باشه، سراکش گذشته باشه امروز در سر حکومت باشه. چیزی نو برای مردم، برای ملت فایده میاره. خب برادران گرامی قدر، کسانی که وارد میشه خواهش میکنم که اجازت بتین. اجازت دادگی نیستین، من نمیتونم قبول کرده. خب سلام علیکم ریولوشنیر. سلام علیکم ریولوشنیر، سلام علیکم. خب این مردک اولی نو آمده است، با فکرم بیایه انشالله که صحبت میکنیم. نگاه کنید که همین مشکلی ها هست با امروز دارن انتخابات که یگان کس نمیشناسه همون حزبا و حرکت هایی که امروز دارن در تاجیکستان میخواهند که رقابت کنن با رحمانوف. هیچ که نمیشناسه اونها را. اونا دا ما را مخالفین زیادتر میشناسن مردم تاجیک چم اون حزب و حرکت هایی که در داخل تاجیکستان است. به همین خاطر در انتخابات خواهش همین است که اشتراک نکنن یگان کس. اگر کسانی که اشتراک میکنه زیدی همشون ایکس بمونه یا که خیلی گلچ کنه ایکس شون بمونه، زیدی همش نوار کنین، صورت بگیرین، روان کنین. برادران عزیز که ما در شما نام و فامیلتون نمی نویسین در انتخابات، تنها همون یک گلچ که میمونه، همونا ایکس میکنین، قدش میکنین برای دری بلوتین میپرتوی، تنها صورتش میگیری با مورا رویش میکنی، خلاص. همین کارا بکنیم که ما نشان بدیم که رحمانوف تو دروغ میگوی. ما مردم تاجیک نتر میخواهیم، نه او حزبایی که در درون تاجیکستان هستند. یگان برنامه سالم نداره، نمیخواهن که برنامهشون پیاده بکنن به مردم. مثال به مثل من بگن که مثال ما اینا سویت 100% میتیم، جای کار میسازیم، نمیدونم گودک پلی میتیم، یگان کار میکنیم.
اینا یگان خیلی وعده ها هم ندارن، یگان چیز ندارن. یک 4-5 سال یا که 10 سال پیش بود یک داشت برآمد گفت که من بسیار زنی را اجازت میتیم، دیگه گفت من مترو میسازم. من چند بار شد میگم که حکومت تاجیکستان که شما مترو نسازین، خطانه عذاب نتین، شما تراموای بسازین، مردم از سوید بتین. اوخه میلیون هایی که در اون صرف میشود، تراموایش بسازین، الکتریچکا بسازین که بین شهر ناحیه ها پاییزها بگردن. این چیزا را که بلکه شما نمیکنی. به همین خاطر ما نمیخواهیم شما را یگان محل ما در شما آواز دادگی نبدیم. کسانی که طرفدار رحمانوف میتونه که برای این بگن که ما طرفدار رحمانوف زورای برنامه آزاده، هر یک آدم حق داره که بیای صحبت بکنی. ما رنگ حکومت رحمانوف نیستیم که نگذاریم یک آدمی که دیگر فکر اندیشه داره برای سخن بگه یا که یگان حرف بگه. ما به مثل رحمانوف نیستیم. اجازت است کسی که نباشد بیاید صحبت بکنیم. میخواهیم که تاجیکستان خوبتر بهتر ببینیم در سالهای آینده. به همین خاطر بازم برادران عزیز خواهش همین است که ما را پیگیری بکنین، ویدیوی ما را به دوستان و به یار رفیقاتون بفرستین، به یار رفیقاتون بفرستین، لایکاتون را بمونین. کسانی که مهمانی برنامه هستین خواهش میکنیم که برادران عزیز آبونه شوید. آبونه شدن شما زیاد شدن بینندگان ما میگردد. من خواهش میکنم که کسانی که طرفداری ایما میکنن همونا آبونه شوند. آدمایی که قبول نداره یا که طرفداری رحمانوفه، شما را من یگان چی نمیگم که آبونه شوه یا که نشوه. همه آدمایی که محقل از برنامه من میخوام که 500 سامانی بتیم، من میخوام که سوی در تاجیکستان باشه، 50% مهاجرت کم باشه، این چیزا باشن، مرحمت آبونه شوه ما را پیگیری بکنید. خب چند نفرهایی که هست اینجا انشالله قبول میکنیم. خب سلام علیکم. سلام و رحمت الله و تعالی و برکاته. و علیکم السلام. امیدوارم که الماس خوبی. الحمدلله خوبیم برادر عزیز. موضوع درباره انتخابات باشه. بله برادر عزیز، درباره انتخابات، بعد درباره همین که رحمانوف امروز با قیدیگه زمین در قرقیزها داد. مثال بعد درباره چند برادرایی که امروز در زندانن درباره همینو میخواستم صحبت بکنم. بله یکم درباره انتخابات باید که انسان اگر همین قدر خود شرافت و کرامت انسانی خود اگر بدونه که خداوند انسان آزاد خلق کرده است، باید که در همین انتخابات اشتراک نکند. یعنی آزاد خداوند خلق کرده است یعنی چی؟ یعنی که اگر بخواهی میره انتخابات آواز میتی، اگر بخواهی نمیره. خب وقتی که تو شمپوشی حق میکنی میره در باطل در یک دولتی که در یک حکومتی که همش باطله، قریب همه عمل کردش باطله، ضد ملی است، میره آواز میتی طرفداری همو رژیم میکنی، این معنی اون داره که تو در شیطان رفته شدی. اون مادری که فرزندش دیده های، او زنی که شوهرش درسیه، او معلمی که معاش باید و شایدش نمیگیره، متهمه بیچاره، همین گروه جامعه، دختر هم باشه یا که عموما همین کارگرای ساحه، همین تمام همین جمهوری، هر کس که کارگر همین چیه معاش کم میگیره، اینا نباید که برن انتخابات در اشتراک کنن، چون که این جنایت است. ملا هم که باشه اگر برای انتخابات اشتراک کنه، همون قانون های ضد اسلامی را با همون دپوتات ها قبول میکنه، بعد امام علی رحمان امضاش میکنه. برای همین
یک جنایت نابخشیدنی، جرم است، جنایت خیانت. تا حد اقل کوشش کنند مردم که در همین انتخابات تماما خونه‌هاشون نبرن، اشتراک نکنند. یعنی اشتراک نکردن یعنی معنیش همینه که رحمان و حکومت را نمیخواهیم. تمام همین. بله. خب اگر هر کس که میخواه ای حق خودش ای حقوق خودش طلب کنه، در این انتخابات باید اشتراک نکنه. به خاطر مردم نه، به خاطر کشور هم نه، به خاطر دولت هم نه، فقط هم به خاطر حق خودت تا طلب کردن ببرو گپ زن. اما حق حلالی خودت، هوایی که قانون کفیل است، قانون تو را اجازه داده است، قانون طرفدار تو در پهلوی تو همو حق قانونی خودت اهمی امام علی رحمان طلب کن. وقتی که تو خاموش نیستی، خیلی خودت میدونی آدمی گفتی همو محمد اقبال آدمی که چوما باشه اگر نمیشه کارش نکنی چی میگه باید مطلعه. خب برای همه گفتنی همه انتخابات را کنم. خب در مسئله زمین خیلی جنایت کرده شده، جنایتی بشری کرده، جنایتی ملی کرده شده، خیانتی ملی کرده شده. این انشاءالله این جوابگاری داره. این در تاریخ این کار نیست، این کار بخشیدنی نیست. این کاری که اگر همین 1 متری وطن داده باشه این کار نبخشیدنی است. بله، من هم در یک کامنت گذاشتم که امروز اینها هستند و رخشانه حکیموار زندان میکنند. من متاسفم که مردم ما نمیبینه همین چیزا را. سبب در چیه که مردم شما نمیبینید؟ چند سال شد همین مردم مخالف میبرند در یوتیوب، در فیسبوک، این دوره زیلا تا امروز مردم صحبت دارند، میگن که رحمانوف کیه؟ همین محمد اقبال او تویه رحمانوف نقل کردگیه. بدونید تماشا بکنید، کسانی که نمیفهمید بفهمید. برادرانی عزیز، من همین یک چیز نمیفهمم برادری عزیز که این مثال مردم هم میفهمونن، همین مخالفین. متاسفانه یگان جواب نیست. برادرای عزیز بیاید دستگیری بکنید، یا که شما واقعا هم میخواهید که خطی رحمانوف باشه، خطی رحمانوف باشه اگه آشکارا بروی صحبت بکنه، بگه که ما رحمانوف طرفداری میکنیم، شما همو نمیدونم خیلی که خطان میگن ما 4 نفریم. بفرمو برادر. همه جهان فهمید رحمانوف، مردم دنیا فهمیدن که رحمانوف چیکارگره الا تاجیک. همه تاجیک نفهمید، همه تاجیک نتونست بفهمه که امام علی رحمان چیکارگره. تمام دنیا و مقابل امام علی رحمان گام میزنه. ای امریکا سرکره تا اروپا تا چیه که حق مردم، حق اسلامیش، حق دینی را، همه چیزا را مردم از ظلم جبر کرده شده. اما همه تاجیک نفهمید که همه امام علی رحمان کی است. این همه خاموش، سکوت، خب، خاموش، یعنی سگلس نه. همه مردم ما نمیدونم، همه میدونن که امام علی رحمان در راه باطل رفته شده، که همه خاموشی، بی‌طرفی. این باور که با این ملتی که ایقا رودکی و ایقا سینا و ایقا شاعرای گذشته داره، ایقا دستاورد داشت تا الان دارد، نه که همین یک کهنجنب اومد باور که همین ملت بزرگ گرفته ساخت مرغ کرده، یکتش بین گفته نمیتونه. این همی چی کارشو کنه؟ همین میگه که جناب اولی همه سخنات ایروی آیت قرآن چی حدیث پیغمبره، هر چیزی که بگه مردم ما دست پیشی بر. ما خیال میکنیم که همه غضب خدا بالای همین مردم ما اومده گیه، به خاطر که همه امام علی رحمان وقتی که در پهلوی باطل خودش باطل است، مردم خاموشن. مثال یگان با مقابل امام علی رحمان اقلا انتقاد نمیکنن. مثال
نمیگنش که همین رویت خطای مثال تو همین کارات نکو با میخیزن طرفدارش میکنن میگن که همه سخنهای تو آیت قرآن یا چی حدیث پیغمبر ما خیال میکنم که همین عذاب خداوند غضب خداوند بالای ملت ما آمده. بله نباشه چی نخود که یک ملت تماما گپ زدن نتونه. یا الله نیست در همین دنیا هم خیلی ملت وجود نداره. من دیدگی نیستم خیلی ملت بغیر تاجیک. بله تاجیک کمی ترسوتره. انشالله که بیدار میشوند. ناامید نیستیم. شیطان انشالله ناامیده. ما انشالله امید داریم که رحمان و سرنگون میکنیم. اگر ما مردمی که در اروپا هستیم مخالف میگیریم خود ما در کنج سینه میزنیم که ما میخواهیم رحمان و سرنگون بکنیم. اگر نکنیمش ما رحمانوف با مرگ الهی اگر دنیا بگذره یا که نمیدونم فرزند چه بیاره یگان چی وای بر حال ما وره مخالفین که امروز در کنج سینه میزنیم که ما میخواهیم که یگان کار بکنیم. من چند بارهاش دعوت میکنم در پنهانی در آشکارها دعوت میکنم مردم بیای صحبت بکنیم مخالفارم حکمتیارم بیای یک برنامه بسازیم که یک کاری بکنیم که همه رحمانوف سرنگون کنیم. متاسفانه نه در پشتی پرده نه در آشکارا نمیاین. یگان نفر نمیدونم یا که ما را کوچک میبینن نمیخواهن با ما صحبت بکنن یا که نمیدونم چی کبر غرور دارن یا که همین چیزش من نفهمیدم. چند مخالفین دعوت کردم راستش ادکس کردن. خیلی ما به خودت خودمونه با ملت میگذاریم میریم. الماس ما به همین خودت هم عقیده هم فکرم باید که مخالفات در همین سمت که مثال هدف یک در همه باید یک جایه شوند یک تن یک ریبان سر برارن فرق نداره وای پیمان های وای نهضت های وای گروه 24 همه باید که یک شوند و مقابل امام علی رحمان پریود دیگه راه وجود نداره. با تنهایی ما به هیچ جور نمیریم. همه همین راهبرا دعوت میکنیم که ما همش دستگیری میکنیم همه گروه ها در پهلوشو هستیم با جون و با ما در پهلوشو هستیم. این همین چیزی که وای باشه امر کنن ما در اطاعتیم. بله منم همین چیزا میخواستم تا حاضرم میخواهم. متاسفانه دت دعوت کردم گفتم که دت تدبیر صحبت بکنیم سوالتون دارم متاسفانه نآمدن. انشالله میان یک کس خوب دعوتشو نکره خوب دعوتشو نکره خوب دعوتشو برادر عزیز دو آدم وقت دعوت میکنیم مثال خطا یک کسی دیگه میگم که این خدای خیر گفتی خدای خیر گفتی همین نمیشه که ما اینو خیلیش بکنیم. مثال هدف من یک جای بدن مخالفینه. واقعا رحمانوف امروز داره در بین ما آدم داره رحمانوف داره حکمت کرده شده. ما در اینجا بین خودمون دامنگیریم دست به گریبانیم نمیدونم به یک کار مشغولیم که او چیز وابشه به منفعت ملت نیست. و همین خاطر من میگم که فتنه ها ای بین بروند. انشالله که الماس انشالله که به همون مرحله اومده او سوسته رسیده شدیم. من اونجا خودم فکر دارم چست بکره شدم که همین برادرای همین راهبرای مثال گروه ها و حزب و حرکت ها انشالله همش میان به اتفاق انشالله مثل همون سوریه خب مثال یک گریبان سر میبرن یکان راه حل میآورن انشالله مثال انشالله من همین آرزو را دارم. آرزوی ما من دعوت میکنیم همین راهبرا مخالفین اروپا و امریکا یک جا باشیم. ما اگر یک جای خینه که مثال در یک سری سرخوان باشیم در یک برنامه ها اگر برایم اشتراک بکنیم شما تماشا بکنید که رحمان چه دلش میزنه. واقعا این چیز برای رحمان و ضربه کلونه که اگر ما مخالفین یک جا باشیم اگر مثال خیلی که امروز ما که کینه و عدالت من به یگان تشنه دارم. من به خدا هر یک کدومش دوست می‌دارم حرمت دارن جای خودشونه برنامه خودشونه حزب خودشونه گروه خودشونه قبول دارم. نکی منم باید مردم قبول بکنه که شما رنگ رحمان و فوره نمیخواه مناگه حزبی یا که یک حزبی میخواه. اگر یک حزبی خواه مرحمت با هم رحمانوف
خیلی که شما در همه جو میگه که ما میخوایم که دولت آزاد باشه و هر کس برای فکر نظرش بگه. من هم میخوام که رئیس جمهور باشم، ولی من تا حال ندیدم بین مخالفین که دعوای رئیس جمهوری داشته باشن. امروز مردم ما میترسه بگه که من میخوام رئیس جمهور شوم، برای که ما را آرزوهامون رحمانوف گرفتگیه. داشت آرزو کردن نمیتونیم که ما رئیس جمهور میشیم یا که رئیس یک ناحیه میشیم یا که وزیر میشیم. این چیزا ما آرزو کردن نمیتونیم، برای که این آرزو را ما گرفتن. من برای چی میگم که من میخوام پرزیدنت شوم؟ برای که دیگه مردم هم بتونن خیلی دیل گرده پیدا بکنن، برن برنامه خود چه بکشه و بگه که من میخوام رئیس جمهور باشم. در تاریخ تاجیک من نگاه کردم، کسانی که رحمانوف، کسانی که خواستن رئیس جمهور شوند در تاجیکستان 30 سال کم دادگیشان نیست. این رحمانوف که دموکراسی نمیخواه، این رحمانوف که آزادی نمیخواه، این رحمانوف که یک حزبی میخواه. این حزبایی که در داخل تاجیکستان هستن صداهاشون ما نشنیدیم، ندیدیم، یک برنامه هاشون نبرآوردن، به مردم نگفتن که ما چی کارها را میکنیم که مردم شما در ما آواز دید. اگر همین حزبای کیسگی امروزه یکتاش میبرآمد میگفت که ما یک کاری بهتر خوبتر میکنیم، ما مردم هم میگفتیم که مردم ما خواهش میکنیم که در همون نفر آواز بدین که همون آدم ببره. متاسفانه نه برنامه داره، نه مردم میشناستون. همین چقدر که شما میگم 4 مخالف، همین 4 مخالف زیادتر از شما میشناسن، زیادتر همین آدمایی که حزب های کیسگی هسته از شما میشناسن. یعنی 4 نفره که ما را میگین شما، ما 4 نفر نیستیم، ان شاء الله که زیادیم، نفرها زیادن. پروسه ما نمیخوایم که ما دیدیم که در تاریخ که شما چخیل مردمی که چهره خطی برآمد، مردمی که برآمد فکر نظرش گفت، شما گرفته برده 14 تا 30 سال برده مردم از زندان کرده. به همین خاطر ما دیگه خیلی نمیکنیم که مردم بروین اولی عیدیسش هیچ کار نمیایه و برویم چهره خطی و تگیری بری قربانیش کنی. انشاءالله که ما خطاگی نمیکنیم دیگر، ما کاری میکنیم که سرجع میشه مردم تاجیک، میایم رحمانوف سرنگون میکنیم. خب برادران گرامی قدر، همینجا فکر نظرهاتون رو بنویسید. اینجا زیاد برادرایی هستن که من در عکس‌ها موندم. شما میتونید که آزادی همون نفرها را طلب بکنید. شما میتونید که آزادی بر عزت امان، آزادی به محمد علی حید، آزادی به اون برادرانی که مقصود ابراهیم، همین نفرایی که موندم در گلاون یوتیوب، همین داش فکر نظرهاتون رو نویسید. برادر صبح مال خوب اگه برنامه تا خود دوام تی بچه را قبول کنم ما مرخص میشیم انشاءالله. تمام. خدا نگهبانت. خدا نگهبان. خب ریولوشنیر، سلام علیکم. شما صداتون من نمیشنوم، یا که شما گپ نمیزنه یا که خیلی هست که همینا من شما را نمیفهمم. اگر صدای همین آدم باشه، مشکلی در من باشه، توغورش بکنیم. ریولوشنیر مرحمت بفرمایید. خب ریولوشنیر اولی نیست. خب برادران گرامی قدر، به همین خاطر فکر نظرهاتون برای ما مهم است. بنویسه در انتخابات شما اشتراک میکنه یا که نمیکنه، یا که درباره زمین فروختن رحمانو بر قرقیزها شما میتونه که فکر نظرهاتون رو بنویسه که عملی خوب کرده است، عملی بد کرده است، فکر نظر شما است. میتونه که بنویسه. انشاءالله که ما هر یک سبشن شما رو که هر یک پیام شما رو میخونیم. نگاه کنید که حکومت میآید زمین در یک اجنبی میتیه، یک آدمی که میخواهد بفهمه که دست خیتای چند قدر تاجیکستان است، میگیرن اون نفر زندان میکنن که کودک معده داره. اینا میتوانستن که
اگر آدم نکشته است نمیدونم یگان کاری وای نکرده است. خیلی رحمانوف میگم اون کلمه وای استفاده برده. یگان کاری نکرده است که شما اونو بگیره زندان ببره. شما میتوانسته که دمشق ارستش بکنید اگر یگان جنایت کرده باشه. نه که یک کار ژورنالیست این است که باید تحقیقات ببره، برای بپرسه. برای پرسیدن امروز ما را شما میبره زندان میکنید. خب بخشش زیاد. خب نگاه کنید که چیکارها اینا میکنن. با میان در انتخابات شرم نکرده میبروین میگن که بگیم که اما حزب خودشون میمونن که مردم اونا را آواز بده. چه شما این قصال مردم از ظلم کرده؟ شما چه این قصال سوید نداده مردم؟ چه کار میخواهی بکنید؟ چی وعده ها داره؟ وعده هاتون کنی که ما وعده های شما را ببینیم باید بار دیگه باورتان کنیم. همه وعده هایی که باید شما بتین ما هم چیزا را ندیده شدیم. دیگه اینا وعده نمیتین برادران عزیز. یکم رحمان و یکم وعده میداد میگفت که سوید افسانوی میشوه، نمیدونم تاجیکستان اگراری میشوه، نمیدونم صناعتی میشوه. یگان چی نشید از 33 سال. به همین خاطر برادرای گرامی قدر به طرف نباشه. ما را 300 نفر تماشا داره، ما 100 لایک نداریم برادران عزیز. بمونه لایکاتون. کسانی که تازه اومدگی وارد شدگی آبونه شوه در برنامه های ما. ما میخواهیم که یک کاری بکنیم که یک دولت بسازیم که همه شمول باشه. خودم آزاد باشی، منم آزاد باشم، دیگرها هم آزاد باشم. برای سخن حق گفتن برای رئیس جمهور باشه یا که رئیس محله یا که رئیس ناحیه باید انسان زندان نشوه. یا که یک نفر برآمد کمبودی یک نفر گفت که شما این همی خیلی کمبودی ها داره، باید برای این مجازات کرده نشوند مردم. امروز نفرهایی که من در صورتاشون امروز موندم، شما تماشا بکنید که اینها یگان محل نداشتن، یگان سلاح، یگان فکری اکستریمیستی و تروریستی هم نداشتن. نمیخواستن که در تاجیکستان جنگ شهروندی شود. تنها میخواستن برای دموکراسی فکر نظرهاشون بگن. فکر نظرهاشون گفتن در برنامه ها، برآمدن صحبت کردن با مردم. امروز بردن 8 سال تا 30 سال بچه ها را بردگی زندان کردگیان. یک خیلیش پشیزنی دادگی، یک حیات زندانن. چخیل ما برای این ره این آدما جاناشون فدا کردن، شهید شدن، کشته شدن، زندانی شدن. ما امروز صدا بلند نمیکنیم مردم. خاموشی ما است که این رحمانوف داره حکمت میکنه. اگر ما صدا بلند بکنیم این نمیتونه حکمت کرده. به همین خاطر مردم برای فکر نظرهاتون بگین، فکر نظرهاتون بنویسین. نمیتونین در استودیو در اومده صحبت کردن، رقمای تلفنی هست، میتونه که در واتساپ زنگ بزنید فکر نظرهاتون بگین. متاسفانه ما امروز برادران مخالف یوتیوب تاجیکی را خالی کو نگذاشته. هر روز برادران مخالفین دارن برنامه 3-4 ساعت میشینن با مردم هم صحبت میشوند. متاسفانه نمیدونن مردم فکر نظرهاشون بگن. من خواهش میکنم که اگر همین وقتهای برنامه هایی که من میکنم اگر مناسب نباشه برای مردم، شما بنویسین که کدام وقتا میشه. من انشالله در رمضان کار میکنم که روزانه باشه، برای که بعد افطار باید تراویح میشه دیگه با در ذکر خداوند میمونیم. به همین خاطر من میخوام که روزانه 2 ساعت رمضان دا برایم صحبت بکنیم درباره چی انتخابات باشه، چی درباره زندانی ها باشه، چی درباره چیزی که نباشه. باید ما در موضوع همون روز صحبت باید بکنیم. به همین خاطر بروزی انشاءالله که برنامه های آینده را میگذارم. نمیمونم که خیلی بر بگاه باشه که مثال
ما را نبینن مردم تاجیکستان. من میخوام که روزی قطعی باشه که مردم ما را تماشا کرده بتونه. من ولی امروز استاتیستیکا را تماشا کردم، ما را از روسیه کمتر تماشا میکنن، مردم تاجیکستان زیادتر. برای که یوتیوب در روسیه چرز وی پی این است، هزار مشکلی ها داره، سانکسی است، نمیتونن مردم روسیه ما را تماشا بکنن. به همین خاطر مردم شریف تاجیکستان، کسانی که ما را میبینه، ابونه شوه برادران عزیز، بمونه لایکاتونه. ما را اولی اکستریمیستی یا که تروریستی اعلام نکرده است حکومت. به همین خاطر شما به تشویش میتونه که لایک بمونه، ابونه بشوین، برای این فکر نظرهاتون بگین. ما یک حزب هستیم که میخواهیم که در تاجیکستان دیگرگونی بیاریم. کلان میخواهیم جای کار باشه، میخواهیم گودکپلی باشه، میخواهیم که سوید باشه، آزادی بیان باشه. من میخواهم که همه مخالفین در درنی تاجیکستان باشن. این نه که یک نفر بیاید و حکومت بکنه و دیگران را آزادی نتیه. به همین خاطر برادران عزیز ما را دستگیری بکنین. دستگیری چی است برادران عزیز؟ من شما را نمیگم که من مالی کمک بکنین، بلکه لایکاتون بگذارین، برای در برنامه و فکر نظرهاتون بگین. نخود که همینجا تای 400 نفر ما را داره تماشا میکنه. برادران عزیز، یک نفر طرفداری همین رژیم نباشه که ما برایم صحبت بکنیم. خب بله، انشالله که یک برادر پرسیدگی بود در واتساپ، یک برادر همون درسته. انشالله که کسی بپرسه انشالله که میتیمش. خب برادران گرامی قدر، بازم به طرف نباشه. ما را 300 چند نفر تماشا داره. برادر عزیز بگذارین لایکاتون بگذارین، فکر نظرهاتون بنویسین درباره برادران زندانی، درباره انتخابات، درباره زمین رحمانوف داره امروز میفروشه. ما اگر هم خاموش بمانیم همین دوشنبه را میمونه بخاطر همه طرفش میفروشه. این کسا که تار دوره میبره، چه در ازبکستان، چه در قرقیزستان، چه در خیتای افغانستانش. امروز یک نوار را تماشا کردن، دعوای ولایت مختار کوهستانی بدخشان گرفتنی است. علی رحمانوف، اگر تا طالبان میترسی، ما قطید میشیم. ما نمیگذاریم که یگان کسی دیگه بیا دولت ما را بزنه و بگیره. تر زولت نمیرسه، ما را اجازت بده که ما بیاییم اشتراک بکنیم که نگیرن سرزمینه. ما پرابلم داریم بته، نه که پرابلم داخلی را تا کاری نکنی که ما با عمدی تا بکنیم تا ای دست بتی کلان تاجیکستان. با همین خاطر باید مردم تاجیک ما باید کاری بکنیم که اتفاق باشیم. میبرایم ساعت ها میگیم که ما مردم اتفاق باشیم. متاسفانه من نمیبینم اتفاق بودن. دعوت میکنم برادران، چندین ها را دعوت کردم بیای برادر عزیز، وقتای مناسب ندارن، نمیدونم کار دارن، نمیتونن صحبت کرده. ما اگر در مبارزه یک نفر دعوتمون میکنه نیاییم 5-10 دقیقه اگر صحبت نکنیم، وای به حال ما وره مخالفینه که امروز دعوایی بگیم که مخالفی میکنیم. من در برنامه های مردمی که زیدی رحمانوف گپ میزنن یگان نفر من دعوت کردگی نیست. من خودم میرم همونجا. امروز دارم من دعوت میکنم، مردم نمیان. من متاسفم. به همین خاطر مردم خواهش همین است که دستگیری بکنین.
شما اگر همین خیلی بروین، من یک برنامه در گفتگی بودم که اگر مردم مخالف همین خیلی اگر دستگیری نشوه 2 سال بعد دیگر هم همین نفرهایی که دارن در همین شبکه‌های اجتماعی دعوت میکنن میگن که مردم بیای یکان کار بکنین، همینا هم دیگه خاموش میکنن میرون پس زندگیشون. برای که مردم ما میفهمیم که مردم значит با رحمان است، ما خودمون ذریعه غم داده شدیم. به همین خاطر چی مبارزه بود؟ وقتی که مردم دستگیری نکنه، وقتی مردم دستگیری میکنه این دیگر کاره برادران عزیز. ما میتونیم رحمان و شکست بدیم اگر همین مردم بخیزه طلب بکنه حق و حقوق خودشه. ولی مردم ما متاسفانه امروزها حق و حقوق چون درک ندارن که باید چیها را حکومت طلب بکنن. من خیلی متاسفم که مردم ما را واقعا هم مکتب درست نبود، نمیدونم فضا درست نبود که مردم درس بخونن. کسی که شرایطش یک مایده بهتر بود بگیم ای 5 بچهش یک بچهش بگیم که با یک قرض قواله و با یک نمیدونم با یک مشکلی ها آورد یک چی خونوند، ای 5 نفر یک نفره. اگه شما فکر کنید که در یک عائله اگر 5 نفر باشه یک نفرش خوندگی است. اگر ما 10 میلیون باشیم فکر کنید که چند آدم با سواد است چند قوم بی سواد. به همین خاطر این مردم اومدن روسیه کار کرده سودیان میروند میآیند همین فکر میکنن که همین آزادی است. برادران عزیز این آزادی نیست، این غلامی است. غلامی عصر 21. یکم غلام ها را آدم میگفتن در خانه هاشون میبستن، حاضر پروست غلام های کمی آزادتر میره در دولت دیگه کار میکنی میای. نگاه کنید که مردم تاجیک ابر فکر بکنید ایستادگی فکر بکنید که شما در تاجیکستان کوارتران ایستادگی ای تاجیکستان یگان جو نه جای کار نه یگان چیز نه، شما نالوگ میتی پلی اوپلی سویت پلی نالوگ زمین نالوگ خونه همه چیز میتی نالوگ ماشین یگان دخود نیست میره در دیگه جا کار میکنی میای بگیم که همین چیزا رو میتی. باید آدم در وطن خودش کار بکنه، در وطن خودش نالوگ بتیه. امروز بریم در روسیه کار میکنیم میایم در تاجیکستان کوارترانت. این چی زندگیه؟ شما نمیخواهید که در تاجیکستان کار کنید در تاجیکستان بمانید. میایم منم بودم در روسیه قریب 20 سال در روسیه بودم، 19 سال در روسیه بودم. تنها میای کار میکنی میره کار میکنی میره یگان چیز نیست، یگان کارم کرده نمیتونی. کار میکنی میره نمیدونم یا اپل خیجبک میگیری یا که نمیدونم میره 2-3 سال کار میکنی میره زن میگیری با پرابلم اثر میشه. با همین خاطر برادرای عزیز باید ما یک کاری بکنیم که در وطن ما کار بکنیم و در وطن ما زندگی بکنیم. خب سلام علیکم. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. با یک عذاب در اومدم. بفرمایید. صدای من هست؟ صدای من هست؟ درست است بفرمایید. من با یک عذاب در اومدم. برنامه درباره چی بود؟ برنامه درباره انتخابات است، درباره چند برادران زندانی که امروز رسمشون گذاشتم. بعد درباره که زمین در قرقیزها فروخت رحمانوف در همین باره صحبت. مسئله زمین رو با قرقیزها فروخت. او دوران این کار حل شده بود برای اونکه او برای منفعت خودش همین کار کرده بود. ما هیچ کار کرده نتوانستیم تا همین روزه، لیکن ما میتوانیم چی کار کرده بود. زمین رو برای اون فروخت که او برای کمپرامت های که با او قرقیزها تشکیل کرده بودن برای اون رو روپوشی کردن و داد. چون که کنش خوی بود در پیش قرقیزها.
بعد بسیار ترسناک است که او بسیار میترسد که قرغیز ها با اپوزیسیا با شیروی نری مایکو با بروی تو با محمد اقبال با حسین اشرف با اونها یاردم کردنش ممکن قرغیز ها اصلا این چیز ترسید بسیارو چیزی که اونها گفتن همین کار رو کرد فهمیدی این چیز یه خیر آدمی که زبان دان باشه زبان توجیهی را شروعتر داند بسیارتر کشورو میفهماند بعد دویم سوال چه خیلی بود درباره زمین ما سین زمین ها درباره انتخابات و درباره همین آدمایی که صورتاشون رو گذاشتن صورتاشون رو گذاشتن همون بچه‌هایی که در زندان هستن یا که در بله همه کوکو همین هستن آدمایی که من ماندگیم اینا همش زندانی شدگیان این یک نومشی ترس برای ترسوندن فهمیدی ترسوندن همون سه تا کودک میزنی میترسونه مردم میبره 30 سال زندان میکنه که دیگر نفرها نبرن صدا بلند نکنن در وقت SSR هم خیلی بود که یک تا معلم دو تا سه تا طلبه را یک دو سه شپلاق میزد که کام پخته چینی بود تو اصلا مثلا در وقت SSR من در وقت SSR مکتب خوندگیم در وقت شوروی کسی که پخته رو کام چین یک دو سه شپلاق که میزد معلم ها دامل لینیکا دیگر طلبه ها بسیارتر پخته میشیندن چونکه این چیزا فهموندن نه میفهمید گفتم میفهمد برای سه چهار تا آدم لغت چپک میکنه که دیگرها ترسن فهمیدی بله برای دیگرها رو ترسوندن هم سه چهار آدم رو شب میکنن یا زندانی میکنن میترسونن خیلی چی میکنن که صبح دیگر رو ترسن سیم سوال رو چی بود درباره زمینه درباره انتخابات درباره برادرانی که گفتم که زندانیه که امروز رحمان داره همش میبره زندان میکنه کسانی که میخوان من زندانی رو جواب شدم مسئله انتخابات هیچ وقت در تاجیکستان نبود او специально برای западный غرب در غرب بودگی دولت های اول قدرت برای پیش اونها ده خودش رو سفید کردن گویا که انتخاباتی شفاف در ما گذشته شده است همین چیز رو نشان داده بعد پگاه گرند گرد با دیگر کارو را کنه است برای خودش رو سفید کردن چون که در سومی که او جمع کردگی است 99% در غرب است 99% خب ممکن 99 نه ممکن 70% در غرب باشد ممکن 30% در روسیه باشد سومهای جمع کردگیش برای پیش غربی ها ده برای سومهایش رو پولهای جمع کردگیش رو برای سخرانیت کردن او پیش اونها ده فهماندن میخواهد که انتخابات های ما شفاف است که ما رو همخیل خوش رو انتخاب کردن تمام ملت من میخواهد که بعد از مردن من بچه بستالکوی من باشد نامشی بستالکوی شد خودم میفهمیم بسپانتوی بچه من برای قدرت شدن تمام ملت من میخواهد که ما در قدرت باشیم و سومهای مرا چاقه نشد چونکه 70-80% سومهای جمع کردگیش و دزدیدگیش همش در اختیار غرب است ممکن یک 20%ش یا که 15%ش در اختیار پوتین باشد که کپیکی برای международный баланс بگرگیری این کپیکا دم کپیکا بودکشم پولهای روسیه اوزو مرده است کو من روز به روز مرده شده است پول روسیه مرده شده است уже بگو уже خارج کاندستان پول روسیه برای همین چند فویزی که در روسیه جمع کردگی خونه پونه در پر همش کپیکا میشن میرن لیکن основной سومی جمع کردگی سیفی کلونش در غرب است امریکا و европейский دولت ها است برای همین برای اونها با خودش رو خوشرو نشان دادن گویا که у нас есть демократия у нас как его откровенные у нас выборы انتخابات شفاف داریم گویا که
همش صد پویز است تو خودش نشون داده شده است گویا که دموکرات است لیکن او از دموکراتیا کو 10 میلیون کیلومتر دور است او دیکتاتور از دیکتاتور او 1 سانتی متر هم دور نیست است لیکن از دموکراتیا 10 میلیون کیلومتر دور است او بانم دموکرات گویا که ما هم دموکرات میگه یگون گرم خون دموکراتی ندارد او یگون گرم خون دموکراتی ندارد یگون گرم خون اسلامی هم ندارد او یگون گرم خون اسلامی هم ندارد او چیستکرون خون دیکتاتوری دارد دیکتاتورسکی کروف میگه وینا بگید که انا خیلی گپور چی برادر جان خب چی سه چهارم سوالاتم گو اگر خوی چهارم سوالاتم اختراع کنه جواب میدم چهارم پنجم سوالاتم همین قبط میخواستم که مردم شریف نگاه کنه که رولوشنیر من چی میگم که بیا یک کار بکنیم ما مردم میتوانیم که قدرت همین تغییرات بتیم ما میتونیم که ایواز بکنیم همین رژیمی رحمانوفا اگر مردم دستگیری بکنم مثال من به تنهایی نمیتونم مگر یک چی میگم صدا بلند میکنم من همه بروی نمیدونم میگن که این خجای خارجیش سوم میتین یا که اگه چیز تهمت میکنن مردم باور میکنه که همین آدم هم خیلی من که در اروپا هستم شما فکر میکنه که همین آدم هم خیلی است نه مردم من یگان خجای خارجی یگان سندودگی نیست یگان کس نگفته من مجبورم نکرده است که برو یگان چی بگو من ای درد دلی خودم میگم من میدونم که برادرها بیگناه رفتگی زندان شدگیان من میدونم که رحمانوف این زمین در خیتای فروخت این خشد در قرقیزستان مثال شما خیلی هم یک نفره که با این قصال سویت نمیتیا جای کار نیست در تاجیکستان هزاران مشکلی ها هست با همین نفره شما انتخاب میکنید من همین چیزا نمیفهمم این چیز رو یگون مردم ایکو اگر انتخابات شفاف شد کو 1% هم آواز نمیگیرد و پدرانت او специально میخل کردگی است که любой مردم ایکو یگون کار کردن نتواند یگون خیل انتخابی شفاف گذراندن نتواند این специально میخل کار کردگی است برای چی اوزر ایکو خوجه خارجی من ایکو نیست خوجه خارجی من همین روسو هستند در بین همین روسو هستند خونه депутат من صدا کار میکنم قطعش постоянно شахمات بازی میکنم قطعش اوقات میخورم صحبت میکنم میگه که ای پدرانت میگه مرا نمیگه پدرانت ملت هم میگه شما دلبایو بین شما چی روین چرغوق مونن کنش بدرونه دوست یکم دیویزه فقط هم استید شما چرغوق مونده میتونید اگر دوست یکم دیویزه اونجا برای اسکو یگون کار کردن نمیتونید اگر یگون خطویسکی دیویزه بیاد کنجا دا یگون کار فقط روسکی دیویزه там стоит блядь поставьте его раком блядь разорвите его задницу как немецкий крест кутесай он если кунша ранга немецкий крест хед дарон ham бударонен кутесай دوست یکم دیویزه ایکو میلیون فویز طرفداری ملت توجیک طرفداری امامعلی نه طرفداری ملت توجیک فهمیدین اگر روز ما خیزیم کو دوست یکم خیلی نگاه میکند که اگر از 100 نفر یا 200 نفر زیاد آدم کشد کو کنش رنگ نیمچ کریس میدارند امامعلی را ما امکانات میدهد که ما بدارونیم شه برای چی دوتا لوچکی حرامش در سمالات خواب پستن سه تا لوچکوش لوچکش میرن خونش خواب کردن سه تا سمینه میبیاد در درمی سمالات خواب هم لوچکوی کو پر سمالوتی 92 میلیونش میرونن کو در درمی سمالات خواب شب روز میرن خونش زمینه میبیاد خواب برای چی برای گریختن تیار رای با چی کار کنیم تو سن همین روسو موضوع که چون ما میشونه حداقل ترسکات رو خودت پوشیده میتونه نسکیت رو خودت پوشیده میتونه هم نسکیت رو هم رنگ کودک مو پوشونه هم ترسکات رو هم مو پوشونه خودت بگیر بکشه کودک نیستی که خودت بپوش ترسکات ترس شد گیر ایواز کنی از دیگرش خودت بپوشه چی ما ایواز کنیم بلا یوب تو ایماد بلا من خیلی گفتی استنده من شهر میدونم خزاین میبیاد که من شهر میدونم قدش گفت دادم بعضی وقت چون گویا که تمام ملت ما ترمزایی که ما как نماینده در پیشین هر روز نمیخواد چی جواب دادم من نمیدونم برای چی نمیخزن من گفتم که حداقل یک 500,000 آدم ما دپورت کنین گفتم 500,000 آدم 10 نفره نه 50 نفره نه
Hem гражданство грехтаго якум очередь, касаки гражданство грехтаго. Дуюм очередь, касаки патент, фаркш нестай. Любой точка диди так, пусть я шатазан депорт школ, блядь. Она мне тактика. А мне говорит, сам говорит, мы не имеем права, мы не можем. У вас совесть, tu zani khudat ro bo faloni khudat tela mekuri bo faloni urus putestai da manoi gapor обязательно urus faloni zaro zoraski bede zani tora no vashi удовлетворять куда-то, но кануатман кунас. То они ро мехои гуфтестай. Man уже забоном крутом сейчас сразу найду. Извините, Виктор Павлович, я ничего не могу вам сказать. Мерам, дига чуем боход. بله هر یک توجیه من فلان شما با چخیل خیزانم نماشی چخیل نماشی سنگر بیدار اگر کنم شما وقت داشته باشه یک 5 دقیقه بمونه من نماز شما میخونم انشالله برمیگردم انشالله یکون کس سوال داده باشد من میتونم قطعش گفت هم صحبت کردم ولی مردم اگر یکون کس بخواه صحبت بکنه مرحمت بکنید روی استودیو صحبت بکنه یک 5 دقیقه یکون تا از درون دستگاه در روز قطعش گفت زنم از دستگاه این پرزیدنت در روز من میخوام قطعش گفت زنم تمام پایواز کنی یک گفت زنم خویلی مونه تمامی تمام شما بمونه انشالله من 5 دقیقه قدم میگردم با حضور برادر جان با حضور آلماز جان برو که نه هست یکون کس میدر آمدگی آدم یا که نیست وقتی که یکون آدمی در آمده گام میزدگی نیست چی گویم وقتی که رسول اکرم بهترین قیام را کرده بودن همه وقت رسول اکرم گفته بودن که ای برادرو ای فرزندو شما انتظار نباشید که من برگشته میبینم شما رو نجات میدیم هر سال هر 10 سال هر 100 سال هر 50 سال هر 500 سال این چیز رو انتظار نباشید من شما با یک بار اومدم نشان دادم چیکار کردم در آینده شما از من عبرت گرفتم کارهای مرا تکرار کنید این ظالم 100 سال پس 50 سال پس اومدن میگرد ظالم چون شیطان هم خیلی چیز است که با خداوند هم خیلی ultimatum گذاشته است که من 100 سال پس 50 سال پس من میگویم любой آدمی که به خداوند سجده میکردگی رو در پیش خدا چهارقا وقتش میمونم یا که در پیش من سجده میکنم یا که برای نفسش برای نمیدونم از ترسش برای موضوع ما هم خیلی سیتواسیون در قبل که من 32 سال 3 ماه و 14 روز 15 روز شد 33 سال نه 32 سال 3 ماه و 14 15 روز شد است که ما در دست همین ظالم هستیم که ظالمی که با امری شیطان آمدگی است و با سگواسی خداوند آمدگی است که برای ما را سنجیدن یعنی از بین ما یگان تا حضرت موسی شاگرد حضرت موسی یا که شاگرد رسول اکرم میگوید یا نه یا که هم ما شیطان پرست و اشکام پرست میشیم برای از همین اسپسانیه سنجش از این سنجش برای ما گذاشته توانستن ما باید که جانم رو دهیم هممونه یک 10 کس جانش رو دهد که 10 میلیون کس نجات میشد یا که 100 کس جانش رو دهد همین جان میدادگی آدم ها برای ما بسیار درکار است که بسیار درکار نه ما یک کش ما جانم داونو کفانم در دستم میخواید نشان کنم کامرا میگیرم میکنم کفانم نشان میدم کفان всегда со мной من کفانم گرفته نگردم خیر چون من داونو تیارم به این کار یک دیگه کفن پوشی برادر جان بهترین ما بود که سهراب زفر که هم در زندان میگه پرگو من کفنم در دستم من تیار بودم که آماده بودم که با مردم با کشته شدم برای برادر جانو ما رو هیچ کس نجات خداوند حتی ما رو نجات نمیده
خداوند ما رو سنجیده ایستاده است. خودت رو نجات ده ایستاده است. خودت رو نه، فرزندت رو، همسایت رو، تمام گرد اطرافت رو نجات ده. جانت رو ده، نه که دیگران رو نجات ده ایستاده است خداوند. برای این با چی بگم، باز از همه اساسی ترین وقتی که پوتین یکون کسی medal میدهد یا که پدرکه میدهد یا که این ممالی یکون خود medal میدهد پدرکه میدهد که او این ممالی رامون پدرکه رو هم که خود تعریف میکنه که ای از همه پدرکه بهترین که خداوند تو دادگی است که اون پدرکه بهترین فرزندی تو با خداوند فرزند تو باشد دلبایو کنچینی من فرزند خودت هم خیلی دست فرعون با غلام کرده داده شده. تحفه خداونده تو پایمال کرده شده ای. فهمیدی؟ بجای که تحفه خداوند رو یعنی فرزند رو احتیاط کنی، دخترت رو پسرت رو احتیاط کنی که با امید کلان شود، با سواد شود، تو همین کار رو نکرده شده، دست آواز غلام کرده داده شده، دست شیطان ده. تحفه خداوند تو پایمال کرد، توف کرده شده با تحفه خداوند. لبایت من این کار کردگی نیستم، لیکن بسیار کردگی هستی. بچه هم خواب کن، سرت خم کن، چون نماشه رقم بیست، پیش بوده رقم بیست، رقم سودگی سرش هیچکی نمی برد گویا که بلد. نمیدونم کسی که چور قواق استد و سرت خم کن، سری خمش همشیر نمی برد. این بازرمان روسی چی میشد؟ رقم استو بچم چهارقاوق استو هیچکی سر تو رو نمیبرد. ای خود کمتر تله میکند، کمتر سوزاک میکند، نوزا تو سرت هیچکی نمیبرد. انا خیلی معنی دارد. تو تحفه خداوند رو یعنی فرزندت رو خیلی چهارقاوق مانده شده پیشی فرعون ده. برای برادر جان برادر جان التماس حداقل از 1000 نفر از هر یک اولاد که هر یک اولاد 300 500 400 نفر که خیش تبار دارد هر یک اولاد یک تایی برو یک دانگی دو دانه نه دو دانه سنش کم بسیار های یک تایی شیر نر برو از درون چرا وقتش میمون همه خیلی میگوریزه گریخته نمیتواند خب انشالله بیا استرالیا انتارکتیدا رو گریزد برو از همونجا میره کشالو کرده میبیارم در کار باشه نمیبیارم سوموی دوزدگیش نمیبیارم نه که خودش رو نمیبیارم ممکن میبیارم هیچ گپ نه مو قصدگیر هستیم لیکن ما نمیخواهیم که خون ریزی کنن او با یک نامشی اومدگی با خون اومدم با خون میرم او خون ریزی اساسی نامشی اساسی تاکتیک او خون ریزی است نه که تاکتیک ما خون ریزی نه باسواد کردن ملت باسواد کردن فرزندو انا خیلی ما تاکتیک دارم ما میخواهیم که فرزندو باسواد شون او میخواد که فرزندو خونش ریخته شود با ترس ده مثلا چخیل فرعون چخیل میترسون با خداوند موسی حضرت موسی را روی کرد حضرت موسی اومدن نجات دادن از فرعون برای من برادر جان من نمیدونم چیکار کنم من اونجا از دیوانش مرساد گفته ایستادم که من اگر پگاه فردا اگر 500,000 توجیک رو دپورت نکنید 500,000 توجیک رو اگر دپورت نکنید ما هم خیلی کروکوسیت رو تشکیل میکند که فردا من او رو نمیشناسم لیکن توجیکا مانده زنگ زده گفته ایستادن که اگر 500,000 توجیک رو دپورت نکند از همین روسیه هم خیلی کروکوسیت تکرار میکنیم که ویز دنیا کو بین لادن کو میرینه دایزور این خیلی تحرک رو دیده لیکن ما این کار رو نمیخواهیم التماس بنغزی همه این مورد دپورت کنیم همین خیلی زنگ ها زده ایستادن من بچه ها چون که زبان روسی را میزنی بیا بنغزی گفزن اگر نکنن ما این کار رو میکنیم ایستادن من با زبان روسی من یک خیلی پروگرام ها داخلش رو گفتنی هستم این گباره لیکن یکون پروگرام نیست که من قبول کنم من نمیدونم خیلی پریما ایفیر ندارن ای سینده درامده گفزنی بلوم شیفشین که همه قدر کتون نتونست همه قدر نوشتم لیکن اصلیت نداد سوالم دا جواب داد لیکن در اومده گفزنی بلوم نمود مکسیم شیفشین که
قسم بسیار همصحبت بود. برادرو اگر ما خدا ما را نجات ندهیم کو دیگران ما را غلام میکنن. غلامی یک پویلوچ یک بستاکو یک کپیشنی غلام ای که یک خیل غلام ها قدر دارن. یک خیل غلام نرخش 10 تومن، یک خیل غلام بی پول هم اشکی نمیگیرن. ما یک غلام بی پول شده سازیم دارستیم اجنبی ها که ما را 850 سال است که بازی دارند آمده شدن. دور چنگیز سر کرده تو همین روزا. چنگیز دست روس به سپارید 150 سال پیش. بعد دلشی امکان از روس هیچ نجات یافته نمیتوانیم. خب مایلیم بگذار روسا بهترین ها کمتر باشن هم کمک میخوان. میگم کمک کردگیشون ما حتی گرفته فرو برده نمیتوانیم اون کمک کردگیشون رو قبول کرده نمیتوانیم، چون که یک غلام پرستیم ما. الماس دور نیولی اگر زنی نونشته کرده باشه او شود بازور برگردم. یکون آدم نیست که من درایت گاب زنه سوال جواب کنه است. من پروسته نمیتونم قبول کرده ایش کردم. بریم خیلی مثلا ما هم خیلی اولتا در سنجش الله راسولگی هستیم که ما باید پروسته بیدار شویم. ما باید فرزند خدا ما رو بگیم که ای برادر جانم فرزندی منی تو ها. مکتب میریم کتاب یکم صحیفه‌اش رو میکشویم پدرلانت شیطان رو صورتش میبینیم. اگر بچه من باشی که میخواد در روم پرتو فقط نگو که من تو فرمان دادم خدا بیکن پرتو در روم پرتو در بولش بمیز. اگر فرزندی من باشی، اگر نباشی نکن. بوسه کرده گرده میگم فرزندی من باشه میکاره کن میگم میکاره کردن از کن هر یک تیمو و وقتی که در مکتب میپرسن کنی صورتی پیشوی ملت کنی در یکم صحیفه من نمیتونم کتابم رو چیز کشید گیر و دستم رو در رو در سرش مسکه بود آقای پزنانتا نشنختم آقای پزنانتا گیر و دستم سمکم در رو همه کتابم گرفت در رو گرفت پرتو همشه چهرهش نقصه نه بشره بستاکو مسکه پوشیده بود چشمش میتوفت تمام. همه چیزا رو یوتین فرزند رو همه چیزا رو نشوندین یوتین دوکار دوای یبال کورا کارتا ممکن یوتو من اوزونه که میخواد کو اوزو دیره لبوی خیلی تاکتیک را استراتژی را самостоятельно придумать каждый месяц. И окей, Muhammed Iqbal kaybediyor. O da yaptığını yolmetken. Hüseyin Eşref kan. این گپ نگو حسین اشرف وقتی محمد اقبال تو بدور کرد چشمت روی کرد دیدی همه چیزی که تو تعامل رو ندیده بودم چیزا رو نشان دادن شعر و اینار درس خدا دست بکن خداوند تو در عقل رو دیگه. وقتی کسی اون انسان میشینی شахмат بازی میکنی تو چی محمد اقبال بیام через ферзь خود کنم یا через слон یا через ладья через ас میگویی خدا کاله دوری کالته کورفرما سرت کورفرما تاکتیکادا بار پیش بخورید. تشکر زیاد آلماز اومدی؟ برادر رولتسانر نموزه خوندم. اومدی یا آلماز؟ جواب تشکر که شما صحبت کرده با مردم انشاءالله که یگون کس ندار اومد که قدیما صحبت کنه. یگون کس ندار اومد. بله من متاسفم که امروز برنامه میگذاریم برای مردم وقت جدا میکنیم میگیم بیای صحبت بکنیم چی کار بکنیم باید چی کارها را باید بکنیم که حکمت بین ببره. متاسفانه مردم نیست. هیچ کم نیست. زیخ نشو. نه زیخ نیستم. یک نفر اومد از فرهاد. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. امیدوارم که خوب صحت سلامت باشه همه کسا. تشکر. با فکر شناختیم نه؟ حالا نه بفرما برادر. جام خوب بود برای خودی با بین در اومدم.
همین قشنگ شگرای که به همون صدایی صحبت میکنی. سلامت باشه. بفرمایید اگر یگان وابسته به چی یگان سوال داشته باشی من امیدوارم که پاسخ بدین سوالات. درباره همین انتخابات حاجی همین حزبی که شما بود همون چی شد؟ حزب سوسیال دموکرات در تمام انتخابات تاجیکستان علل خصوص در انتخابات های پارلمانی فعالانه اشتراک میکرد تا انتخابات سال 2020 ولی متاسفانه امسال اشتراک نکردند به خاطر آنکه راهبر حزب ما از بین برده شد و تمام چیها جانشینی های حزب سوسیال دموکرات چوکی جان حکیمов مامرود اودینه در زندان هستند، زندانی شدند به اساس به یگان غیر قانونی و سبب به خاطر به یگان سبب به اساس انگیزه سیاسی دارن با انگیزه سیاسی زندانی شدن و میدونستن که سال 2020 حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان 20% 34 یا 35% رای مردم به دست آورد و در پارلمان راهش ندادن. به همین خاطر این سال که رهبریت حزب عوض شدن نتوانستیم که خب یعنی که اشتراک نکردن دیگر بچه‌هایی که در آنجا بودن به خاطر آنکه از دوره‌های پیشین وای گرفتن، یعنی که میدونستن که اگر هرچند اشتراک هم کنیم بهوده است و وقت اختراع صرف نکردن، یعنی که هرچند تحریم اعلان نکردن بایکوت اعلان نکردن انتخابات به خاطر وای شد معلوم است که همین اشتراک نکردن خودش چی است؟ نشانه بایکوت است. در انتخابات اشتراک نکردن همین حزب نشانه هم بایکوت است و انتخابات در تاجیکستان خیلی ناشفاف و ناعادلانه میگذرد و همه مردم که رای میدهند در حزب حاکم و حزب‌های کشوری آنها رای نمیدهند ولی با تقلب و فریب گویا که حزب حاکم غالب آمد و غالب میآید. چندین در همین از سالهای 2000 سرکرد 2005 2010 2015 2020 من مطمئن هستم که حزب حاکم حزب خلقی دموکراتی حداقل 5% رای مردم به دست آوردگی نیست، حتی وارد پارلمان شدن در مثال وای ندارد، قدرت ندارد. ولی متاسفانه با تقلب و فریبی که امروز تمامی همان کمیسیون مرکزی انتخاباتی که در دستشون هست و به همین خاطر همین قدرت دارن که تقلب میکنن و شما این ببینید که امسال یگان حزب های مخالف علاقه دیگر نیستند و علاقه 5 حزب که همش شاخه ها قنات های حزب حاکم هستند آنها اشتراک میکنند که این رو انتخابات گفتن این شرم‌آور است. این انتخابات نه بلکه یک تعیینات است، تعییناتی که از قبل همه نفران مشخصا معینند و که 63 کرسی در پارلمان است. علاقه معلوم است که و از چند سال پیش تحریزی شده است و پیشنهاد شده است که باید از کدام حزب‌های کشوری به مسئله حاکمیت باید بیان و این معلوم است علاقه از پیش. به همون خاطر من فکر میکنم که این انتخابات نه یک تعیینات است، تعیینات از پیش تحریزی شده و آماده شده علاقه معلوم است. و من یک پیشنهاد دیگه برای حکومت دارم که باید حکومت تاجیکستان علاقه بزیبه نه خوب است بفرمو. من یک پیشنهاد دیگه برای حکومت تاجیکستان دارم که جای اونه که از بودجه دولت از نلاگی که مردم که
چی میکنن همین نکنید. البته معلوم است که شما یک چشم مردم خوب میشپید و فریب میکنید و بودجه مثال 150-100 میلیون سومونی که مثال در همین انتخابات مصرف میشود و وقتی مردم میگیره و تشویق تبلیغات برداشت میکنید، جای همین الکی همون بگه تعیین کنید همین شکلی که دیگر نفرات تعیین میکنن به وظیفه امامعلی رحمان، همون گونه تعیین کنند و همین مبلغی که مثلا مصرف میکنند در همین انتخابات ها و فریب است، ویروس فریب تقلب است، یعنی که در خانه پیران سالان، در مکتب اینترنت ها و دیگر کارها استفاده برند، این افضلتر است. و اگر گمان داشته باشند که همین انتخابات هایی که میگذرانند در تاجیکستان و کسی آنها رو احتراف میکند، این گونه نیست است و این الکی ما میدونیم که اتحاد اروپا، دفتر امنیت همکاری اروپا در این سال در ساحه اشتراک نمیکند، اینکه ساحه در انتخابات تاجیکستان همچون ناظری بودن نمیتواند، اشتراک نمیکند و این نشانه آن است که در 20 سال که 30 سالی که تاجیکستان انتخابات میگذراند، یگان مراتبه انتخابات های تاجیکستان را همچون انتخابات شفاف و دموکراتی قبول نکرده است، به خاطر آنکه میدوند که 100% از تقلب کار میگیرند اشتراک نکرده. و بازم تکرار هم شاید میگویم که جای همین انتخابات باید مردم، یعنی که حکومت باید همه تعییناتی که دارن تعیینات میگذارن، بودجه مردم هم مثلا خراب نمیکرد، اینکه مبلغ مردم در این تعییناتی که انتخاباتی بعد و تعییناتی که میکند مصرف نمیکرد. بله، تشکر زیاد برادر فرهاد که در برنامه ما اشتراک کردید. شما چی گفتن یعنی نسبتی همین زمینی که امروز داد در قرقیزستان همین امامعلی رحمانوف، نگاه کنه که نفرهایی که واقعا خیانتکارن در سر قدرتن، یک نفری که میخواه ژورنالیست میخواه که تحقیقات ببره که دست خیتای چند قرض در تاجیکستان، اون انسان رو میبرن کودکی شیرخوار داره میبرن زندانش میکنن. اونها نمیتونستن که این مادر رحمانوف لافی مادری میزنه که حضرت محمد هم از مادر تولد شده است، ما هم از مادر تولد شده، این مادر باید احترام داشته باشه. اگر مادر رحمانوف احترام میداشت، شکرانه حکیم وارا زندان نمیکرد. این نه به مادر رحم داره، نه به پدر رحم داره، نه به فرزند رحم داره، این به یگان کس رحم نداره، تنها کرسی خود چه میدونه و خلاص. شما چی گفتن نسبت همین زمینم در خیتای دادن بردی دیپلماتی سیاسی شه یا که خیلیه؟ البته که هر نفری نباشد، خو من باشم، خو امامعلی رحمان باشد، خو هر نفری نباشد، هر شهروند تاجیکستان که اگر یک وجه خاک زمینه با دیگر آدم یا با دیگر دولت اگر به هر طریقی نباشد اگر بدهد، او خائن ملت است. خو من باشم، خو کسی نباشد، به خاطر آنکه حدود تاجیکستان تقسیم نشونده و دخل ناپذیر است. باید حدود تاجیکستان مثل گهواره که چشم هر یک وجه تاجیکستان باید حفظ کرده شود و برای آن باید تلاش و حتی اگر باشد که جانش اگر فدا میکرد، باید یک وجه خاک تاجیکستان نه به چین، نه به قرقیز، نه به ازبک، نه به اون کس دادن نمیشه. به اون خاطر که تاجیکستانی که امروز ما میبینیم یک سرزمین خاصار و خرد در نظر است و این خلاف قانون‌های تاجیکستان است که یک وجه خود تاجیکستان با دیگر کشورها داده شود. بله، تشکر زیاد برادر فرهاد. اینجا چند نفر دیگه است، همینا فکر نظرهاشون رو بگیریم. وابسته به همون چیز من خواستم، وابسته به شکرانه حکیم‌ها و عموما نفرانی که با پرونده تبدلات مشهورن، همون چون
پروندهشون و من همین پرونده را سیاسی میدونم، به خاطر اونکه معاون حزب سلطنت دموکرات تاجیکستان که به همگان معلوم است که یک شخص، یک نفر سیاسی بود و هیچگاه در یگان در عقیده و در فکر در نظر او نبود که حاکمیت را غصب کند و اون نفرانی که آوردن گویا که حاکمیت را غصب میکرده باشند، این یگان به یگان منطق درست نمیآید، زیرا آنکه آنها نه اون شخصای کلیدی بودند در حکومت، نه یگان قوت قدرت داشتند که غصب کنند حاکمیت و همین پرونده هایی که نسبت همین 9 نفر و 10 نفر که یک در سابق مثال در حکومت کار میکردن و یکی از اونها عضو پارلمان تاجیکستان بود، من همه اینها سیر سیاسی و تقلب و فریب به چشم مردم خاکشبیدن و یک ترس بالای جامعه میدونم و این پرونده ها رو من قبول ندارم و سیر سیاسیش میدونم. بله، تشکر زیاد برادر فرهاد. سلامت باشه، سربلند باشه. خدا نگهبان. خدا نگهبان باشه. خب تشکر زیاد که برادر اشتراک کرد. خب 7+70 سلام علیکم، بفرمایید. برادر الماز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. ای با خدا میگم برادر الماز این انتخابات کو همش دروغه. با نام خدا وقتی او انتخابات گذشتگیش با خدا قسم کو چند ملیسای شناس بود، همون جاگو که 3 روز 4 روز ای کابینتمو نبرمیم، خودمو ایتانی مردم نویستیم. این انتخاباتش همش دروغه. خیلی بار در قشلاق ما زمین تقسیم کردن کو شواکی رفتن و قلپانور زمین تقسیم کردن. انمی انتخابات هم کو انمو تا و قلپانور میگذرونن یا تا حقیقتش نمینن یا با خدا قسم برادر الماز. بله ما هم مردم توصیه داده شدیم که در انتخابات ها اشتراک نکنه. اگر کسانی که اشتراک میکنه زیدی همش کرست بمونین، صورت بگیرین با ما بفرستین که ما نشان بدیم به مردم که کسانی که رفتن زیدی شما آواز دادن. به همین خاطر برادرای عزیز شما میتونید که در درنی حوزه انتخاباتی همش کرست میمونی، نه رحمانوف هم دیگراش هم، برای که اینا همش حزبای کیسگی هستن. یگان چی نمیخوان برای مردم یگان آبادی بکنن، یگان برنامه هاشون هم نبرآمدن در یگان شبکه‌های اجتماعی بگن که چی کارها اینها میکنن. به همین خاطر اشتراک نکنن خوبتر است. با خدا قسم همه کار بارشو دروغه. یا اگر رستمش بگذره کو رستمش بگذره دیگه مردکای تاجیک کو چیپ میزنه در خونه چیکار می‌کنی ستارو می‌کنی چیکار می‌کنی همه‌ش دیگه درک میوانی. بله اندی برادر الماز او روز در برادر حسین اشور برمام گفتم مادری پرزیدنت اقرار کم یک از برماز میگه که من نه ایسنم نه ایسنم تاگه کجا درمای مادری پرزیدنت میگه اقرار نکنه ای قزانه که بوده است پرزیدنت ترمک است یا مادر نیست، فقط طور که مادر پرزیدنت یک گورش در بگیره. اگر همو کدمه بده همو بشنوه بدرویا یا برجا قبولون که برادر الماز همه یگان کس بیا انشاءالله یگان چاپلوس همین پایینو ده باش انشاءالله صحبت میکنیم. او روز دیگه برادر الماز او روز تماشا کن کلی عیوب میگه که خونای الماز بینه او خونای الماز رنگ پیشوایی تو دز نیست که کتش کنه. با خدا قسم با هم سفید شدی که برادر الماز با خدا قسم. نه برادر عزیز من یگان میلیونر نبودم، من یک آدمی که ناحیه دوردستترین تاجیکستان هستم. میخوام که مردم زندگی خوب داشته باشن. اینا میبرن اینا دزدن که نه همین طره که تاجیکستان در دست الماز بود نگاه کنه خونه در شهر. بله برادر عزیز تشکر زیاد. اینجا چند نفر هستن اینا قبول کنیم. یگان چابلوس درمد برادر الماز قبولم کن. تمام ان شاء الله یگان چابلوس اومد ان شاء الله قبولت کنیم. خدا نگهدار. زنده و سربلند باشی برادر. تشکر.
خدا نگهبان. خب برادر عبدالله سلام علیکم. و علیکم السلام و الله و برکاته. من میخواستم در یک قضیه گپ زنم. امروز در یک گروه ها یک گویم که نوار آمد در همونجا در از یک منطقه های روسیه باز کدام میگرانت کروچی دستگیر کردن با گمان تروریسم و میگویند که این میگرانت گویا که از طرف اوکراین چی شده است، گویا که تبلیغ از جانب اوکراین شده است. این میگرانت میخواست است که همون گویم که شعبه های کارهای داخلی سود و پروکراتوری که در همون روسیه هست باید که میترک کند. با این گونه گویم که سخنها او را دستگیر کردیم. البته این مسئله برای چی مرا به یک فکر آورد، گویم که آخرین دفعه تقریبا یک هفته پیش در پیسکوف، شهر پیسکوف روسیه، 3 تاجیکی که در رستوران در یک چاخانه کار میکردن همونها را چیکار کردن؟ کشتند. در رستوران کار میکرده است، یکیش در رستوران، بعد دیگرش از رستوران رفته بود در کدام جایی که در تجارت کار میکرده است، سومش باشد در تکسیران بود است. همش رو کشتن که گویا که اونها چیکار کردنی بودن، اونها هم باز گجار ترکاندنی بودن. لیکن پدر و مادر اینها میگوید که اینها نمازخوان نبودن، اینها نفرهای عادی بودن، کارگر بودن، جوانان تاجیکی که در رستوران، میفهمی رستورانی که در اونجا شراب میفروشد، بله این جوانان کار کردن با گویا که اینها اسلامی بودن و با میخواستن که گجار را ترک کنند. امروز باز کدام خانه مهاجر گویم که سوخت با تهمتی که گویا که اینها چیکار، این نفر رو چیکار میکردن، این یک نفر را دستگیر کردن، حالی با چند نفرهای دیگر را چیکار میکند، همین گونه با تهمت همین با همین کردوکار با زندان میکنند. با چندین مهاجرها، زنهای اونها، مادرهای اونها، فرزندهای اونها. از همه بدترینش این است که بعد زندان شدن اگر که 3 سالم 5 سالم 10 سالم حکم گیرن، حیات این جوانها سوخت. میفهمی؟ نفری که با جرم تروریسم زندان میشود بعد از زندان آزاد شدن برای وی در این حیات گویم که چی نیست، یک آرامی نیست، آسودگی نیست، حتی که گناهکار نباشد هم او را باز تهمت میکنن، باز میبرن، باز زندان میکنن، یا که یک عمل از جانب دولت ها اجرا کرده میشد، بعد عاقبتش چی میشود؟ این جوان ها قتل میشوند، نابود میشوند. 3 جوان تاجیک که گویم که در رستوران کار کرده است، هیچ کس از اینها چی نکرد، از حق و حقوق اینها دفاع نکرد، آواز بلند نکرد. گویا که یک سگی که بی صاحبه، یک نه 3 سگ بی صاحبه کشتند، تمام با همین تمام است. و یگان کس امروز نه از جانب تاجیکستان، یگانه رئیس شهر پنجکن گفت که ما اینها را تحقیق میکنیم، با کیا دوست بودن و با چی بودن. برای چی تو تحقیق میکنی؟ تو کی هستی؟ باید که یوریستای بهترین میرفتن این عملها را تحقیق میکردن. بعد از کراکو سیتی، پیش از کراکو سیتی، 10 ها 100 ها جوانان تاجیک همین گونه بردن، زندان کردن، کشتن، قتل کردن، نابود کردن. نخواد که در آمارها همین دلیل ها در نزد حکومت تاجیکستان نباشد. هزارها جوانهای تاجیک امروز در زندان روسیه است. و باز یک چیزی که هست که هزارها جوانهای تاجیک، صدها نه امروز هزارها جوانان تاجیک در جنگ اوکراین کشته شدند، هزارها. حالا این آمار نبرآمد، لیکن بعدین میبراید این آمار هم. میفهمید؟ پدر و مادرها خف هستند. برای چی؟ برای اینکه اونها میخواهند که با همین کشته شده ها فرزندشون مرده است، با همین میخواهند که پاسپورت روسی گیرن، 1-2 میلیون 3 میلیون پول گیرن برای پول و برای پاسپورت روسی و برای نمیدونم 6 ساتق زمین. امروز هزارها عائله های تاجیک خف هستند.
که فرزنداشون امروز در خاک اوکراین مرده است. ماه سپتامبر یا اکتبر بود خطا نکنم 890 نفر وارد جنگ کوسک وارد همونجا می شود. از 800 نفر تقریبا 50 نفرش تاجیک بودگی است. از همون 50 نفر تاجیک کلا که از 900 نفر 70 نفر زنده میبراید. میفهمید 30-40 نفر یا 50 نفر تاجیک اوجا در آمده است جنگ از اونها زنده چند است تقریبا 3 نفرشون زنده برآمدگی هستن خلاص. امروز هزارها تاجیک ها هزارها مرده هاشون در زمین های اوکراین خواب است. برای چی دولتی گویم که دولت تاجیکستان از کفای این فرزندان تاجیک نیستن؟ نخواد که گویا که از تاجیکستان گرفتن اونجا قشاقی بود است چی بود است گویا که از گشنگی میمردن آمده در خاک اوکراین رفته مردن. این چی است؟ بله درسته که کشته نابود کردن یک ملتی دیگر حمایه کردن یک دولتی دیگر. اگر مردنی میبودی رو هم در تاجیکستان هم میمردی خوبتر بود. نه اینکه هدفهای این دولت‌های که هستن دولت‌های ابرقدرت حمایه کردن مردن. باز در همون سنتر میگرانت اف تاجیکستان گفتگی در یوتیوب یک کانال هست. در همونجا کلا تاجیک‌ها را چند نوارهاشون هست تقریبا 30-40 بود در همون جنگ اوکراین در همین کورسک هستند کورسک و دونیتسک و لوگانسک هستند طرف اوکراین راکت میپرونند میگوید تاجیکستان به پیش. یه دیوانه ها شما در روسیه هستید لیکن در خاک اوکراین هستید. از جانب روسیه میجنگید در خاک اوکراین در اونجا چی تاجیکستان به پیش. این شعاری هم پیشواشونه دیگر هم گجای که بروان هم تاجیکستان با پیش همون استفاده ببرد. به نزدیکی باز همین ماه ینور بود باز چندین در همین ولایت کورسک چندین نفر تاجیک مرد. صدها نفرشون زخمی هستند. انگرها پر از گروه هست مرده ها پر هستند. بس سخیر کشتن نابود کردن با هر یک نیمی تاجیک مردم تاجیک مردم مسلمان تاجیکستان ببرن در خاک اوکراین میکشن نیمشون با تهمت تروریست و اکستریمیست در خود شهرهای روسیه میکشن با دیگرشون همچون گویم که سوداگری مواد مخدر زندان میکنن. بس از کشت و قتل و با مادران پدرانی کل همین مردم مسلمان تاجیک گفتنی هستم که برای 4 سال پول فرزنداتون با کانترکت نفرستید به اوکراین برای جنگ. برای یک شهروندی نفرستید فرزنداتون به جنگ اوکراین. و با مقامات گفتنی هستم برای چی وقتی که جوانهای تاجیک رفتن به سوریه رفتن اونها را تروریست خواندید و امروز هزارها تاجیک میروند به جنگ اوکراین اونها تروریست نیستن. خانه های اونها را آرام نماندید پدر و مادر اونها را آرام نماندید. لیکن امروز از این چیزها شما دور هستید. مالی فرزنده اومد دیگه اکتش گریه دارد. تمام تشکر زیاد. سلام علیکم ورحمت الله. خب ریولوشنیر سلام علیکم یا باری دیگه. و علیکم سلام. من قطعی عبدالله کمتر گپ زدنی بودم. وای اکا میوه با فکرم اگر گپاتا بفهمه وای با فکرم گودکاش اومدن دیگه گفت یک در یا ببرم. من بسیار خوشحالم که بسیار خرسند هستم که در روسیه تاجیک‌ها را انقدر تهمت کردستن که چه بلا فوکس کردستن لیش به روی کنن. من چیزا طرفدارم روسو شیر نرن. من بسیار میخواهم که بسیارتر هم در پسکوف 3 نفر رو کشتن که من این چیزا خوشحال نیستم. اونها با 3 نفر رو دستگیر کنند باید دستگیر کنند و تاجیکستان روی کنند بود.
من همین چیز رو میخواستم یکی اونها گرفتن کشتن اگر با پای خودمون نرویم کو تاجیکستان هر یک تاجیکا میکشن اینها همین من میخوام که همه با پای خودش تاجیکستان روه هم پسکوفتا 3 نفر رو کشتن من راضی نیستم کشتگی اونها رو من میخواستم که اونها رو تاجیکستان دپورت کنن بود همون روز اینها نکردن اینها برای منفعت خودشون گرفتن کشتن چیکار کنن آخه دیدی که یک مردم بیسویب گشته است یک برای خول گرفتن راست میکشن یک خول نرمان خول میگیرن میرزبلچی تروریست میگن ممکن پنسیشون بالاتر میشه اویلیکشون بالاتر میشه خب اوش شود مسلمان نیستن چون مردم بیسویب دیدن منم در کوچه بینم گوسپند بیسویب دیدم گوشتم باشد گوسپند میکشم شاشلیک میکنم میخورم آخه گوسپند بیسویب آخه این توجیک لیش نه در روسیه یا گوسپند بیسویب لیش نه گوسپند که نه پادوان دارد نه یگان سگ دارد که او رو نگاه کند بیسویب لبای گرگ میخورد دارد لبای آدم میگرد شاشلیک میکنند میخورد این توجیک همینقدر منفعت دارد برای همین من بسیار با برادر عبدالله گفتنی هستم که روزها بسیارتر همین کار را کنند که توجیک ها برگردند به تاجیکستان بسیارتر همین کار را تکرار کنند من همین چیز را گفتنی بودم به عبدالله لیکن سیمز نبود نتوانستم گفت عبدالله البته گپ من را کمتر دستگیری میکند لیکن دیگر خیلی میفهمد لیکن سرانو استراتژیک که پارتنر میشه من میفهمم دیگر خیلی چه خبره میخواد توجیک چخیل بریم همون رامای گوسپند چخیل بریم که میگو ظلم داره بیو برین نمیره تنها میگو که همون اگر هم پوتین قضیه پوداون یا پوداون یک سه چهار پوداون سخت دکار کم گله گوسپند سور کرده برای تاجیکستان اینم قدر چیز دارم چون رحمانوف ملت تاجیک گوسپند کرد ما هم گوسپند ها پوداون شده گشته میبریم با سواد می‌آموزیم با از اندونزیا از سنگاپور هم بهترین میشویم ما البته چون خداوند ما وعده داده است که ما اگر این کار کنیم بسیار بسیار پیشرفته ترین ملت و پیشرفته ترین قوم میشیم در تمام دنیا و هیچ وقت دیگر قوم ها رو پس نمیزنیم دیگر قوم ها رو هم حرکت میکنیم که اونها هم مثل موضوع شوند هم رو حتی دشمن ما رو غلام حتی دشمن ما رو غلام نمیکنیم تماشا داره خواهش میکنم که دمو آبونه شوه بمونین لایکاتون با یار رفیقاتون نوارهای ما رو بفرسته کسانی که میخواه صحبت بکنه توسط لینک وارد استودیو شوه فکر نظرهاتون بگین درباره انتخابات درباره زمین فروشی رحمانوف درباره برادرانی که امروز در زندانند درباره اینا بیای صحبت بکنی همین گفتنی بودم برادرانی عزیز خب برادر رولوشنر بفرمایید ما کمتر گپم رو شما کمتر چی کردید خیلی کم نیست همه صد پویز است ما باید همه ما بیدار شدیم با فهمیم که ما کجا رفته ایستادیم وقتی که آدمیزاد وقتی که لبای даже не то что آدمیزاد даже لبای نقلیات وقتی که سرنشین میشد که водителش ترمز میگه قدر که طرف چپ میگرد طرف راست میگرد ما همین خیلی حالت هستیم که از ملت تاجیک ما باید احتیاط کنیم خدا ما را که ما را رحمانوف با تمام چقورترین جا برده ایستاده است که ما درش غلام او باشیم غلام فرزند او باشیم غلام نبیره او باشیم او همین قدر تاکتیک دارد رنگ فرعونسکی وریانت فرعون هم خیلی بود یکم فرعون کلونی فرعون خورده رمزیس بود با رمزیس موسی اومد چندرکش موند موسی پیغمبر اومد صلی الله علیه و سلام چی کرد خود نکلین موشه انا خیلی حالت او بسیار اویرن است که ملت هم خیلی میترسونی تو میلیون سال نه 10 میلیون سال هم خیلی سری قدرت نیستی فرزندات نبرود اینقدر غیری دینی هم خیلی چی دارد شیطانسکی میتد دارد ما همین چیز رو باید همین روز همین شب و روز ما باید همین چیز رو نیست کنیم پگاه انتخابات میشود روز 2 مارس اگر کسی که اگر
اگر کسی که از شیر مادری خودش رو حلال فهمیدن میخواهد که کسی که همین بولتن رو گیرو просто даром парто برادرم просто نرو انتخابات دا گو که ما انتظاری عدالت هم گو تمام کسی که شیر مادری خودت رو خورده اگر کسی که شیر مادری شیر خری همسایت رو یا شیر سگی همسایت رو خوردگی هستی رو انتخابات اشتراک کن بولتنت رو انتظامان پارتو کدومت که باشه بگذار پدری من باشد و مادری من باشد کدومت که شیر خر خوردگی شیر شیطان خوردگی رو انتخابات اشتراک کن کسی که شیر مادر جان خودت رو خوردگی هستی عموما نرو نم انتخابات عموما نرو هم بولتن رو گیر دم در توالت کار فرما دگجو گم کردم گم غلطوندم دگجو ندونم من سکلروزم گم من پیر شدم جدونم گم نمیدونم کجا دستم غلط دای رفته میاد فوکس کنن любой کار کنن که نروین اشتراک نکنین اما پدر نده ما بایکوت که محمد اقبال اعلام کرد کو دیرا همین بایکوت رو ما دکانسا دستگیری کنیم اگر از 10 میلیون نفر 100,000 نفر اکو دستگیری کنه اکو این معامله اکو چرغواق میستاد در پیش تمام اروپا در پیش تم خوجاوش اکو خوجایی که سومش در اروپا خوجه اساسیش در پیش پوتین چرغواق میستاد در پیش اونها رگاتکا میستاد رگاتکا میدونن دو پوش بالا میکنن در پیش اروپا خیلی چیخ خوب میره همین کارو ما باید کنیم بله همین یک نفر اومدگی مهمونی برنامه همینه قبول کنیم سامانیان بفرمایید مرحبا بیو گفتم سلام علیکم و علیکم السلام و علیکم خیلی سازی سلامتی و خوبه همه گپ ندارم میمودم که گپ زد میگه توجیکا همه گوسپاندن تو خودت کی قدمو توجیکا پس گوسپاند گفتسای گوش کن هم پدری تو از تو را گوسپاند کرده بیا دیگه پاتر ما گوسپاند تا نشون میدم پوسی کنو تالاک میسازم بعد توجیکا میفهمی که گوسپاندشه پدر نالا تو کی که توجیکا گوسپاند میگویی برادر عزیز بیا ما خطر بیا ما خطر تو کی توجیکا گوسپاند میگویی تو ما گوسپاند گفتسای توجیکا بابا تو خودت تو گوسپاند باشی دیگه آدم تو حیوان باشی تو گوسپاند گاو باشی دیگه چی و دواسیه گوسپاند هستیم قطعا باید چیکار بزنیم اون دواسیه گوسپاند دگجوی رسی من در مسکو در مترو اکادمی یانگل بیاجم بیا قطعا گپ دادم من تو گوسپاند نشوندم چیکار گوسپاندی بود حداقل چیکار آدم توجیکی تو میزنه توجیکا گوسپاند میگویی تو حیوانی چی تو слушай меня шакал конченый слушай меня шакал конченый я через 2 часа у тебя буду академика Янгеля застал революционер як дақиқа ҳамо ты находишься нодурст фаҳмид майли бё мара гапзан бё мара севра ты где находишься в академике Янгеля через 2 часа я там буду поговорим там ما میگیم ده تاجیک یک جای شما ده تاجیک هستید جنگ داره ای طرفدار رحمانوف ایو طرفدار رحمانوفی ما توجیکم فهمیدا تو توجیکا وقتی که گوسپاندان بکششون رویشون نمیاد تو حیوان بچه توجیکا تو دل مشاکی تو توجیک بگو توجیکا گوسپاندان بکشه رویشون نمیاد تو چه آدمی تو این انسان تو حیوانی چی که گپا میگی ها تو مرا گوش میکنی تو مقابل حکومت گپ میزنی با تو کارتاکی با تو طرفدار کیم طرف توجیک تو مسلمانی بابا تو توجیکا گوسپاندان بکشه رویشون نمیاد گوش کن مرا اواسط زبطت ما تای زمین میون کرده ما تای زمین میون کرده من زدگیم من تو مرا گوش میکنی شما این برنامه را گوش بکنه که هدف سخنها در چی بود گوسپاند گفتم شما مردم نگه که فکر نکنه که مردم ما یگان گوسپاند یا که با یگان گو با یگان چی خیلی یه کلش رحمان فایی
این رحمانوف پرستاین شیطان پرستاین ما خاموشیم نسبت رحمانوف و خسته بین همدیگریمون یک چی میگیم. برادر عزیز است، برای خدا باید ما یک کاری بکنیم که رحمانوف بین ما دور شود. این رحمانوف که فتنه را کاریدگی در بین ما اگر یک چی میگیم یک برادری مهاجر یا که مخالف سخت میرسد. برادر عزیز باید ما کمی تحمل پذیر باشیم. بس شما درست بفهمید همین کلمه‌هایی که مردم میگن که مثال مردم تاجیک با مثل گوسپند کرده، واقعا همین چیز راسته برادر عزیز. ما تاجیک به قدر نگاه که ما را لط کوب میکنن در روسیه، دیپورت میکنن، همه چیز داریم، میگیرن تهمت مون میکنن، لبوی کار میکنن، یگان حکومت ای پشت ما حمایت نمیکنه. و همین خاطر بودی کلمه که مثال مردم ما را به مثل گوسپند استفاده میکنن گفته شما نادرست نفهمید. ما واقعا هم یک لیدر حلال نداریم که ما را صاحبی بکنه. ما اینا هیچ چیز در نظر داشتیم. شما خواستید داشتم ما خورت میگیره برادر عزیز، این از برای خدای کار نکنید. باید ما با سوال من بکش کامیرات ان شاء الله قبولت میکنم. خب یک برادر دیگه هست. برادر الماس. بله این بچه بر من نفهمیدم چه ای ایسه بود ای اوسه بود. گوسور بودو چواکی امامالی زنکا را تحقیب کرد، گمراه گشتگانان گفت چوا نبرمد گپ زنه. ما گفتیم که مادران همش تحقیب کرد، چوا نبرمد گپ زنه. خب یا خیلی گپای هست که مردم سخت میرسه، واقعا هم همین خیلی هست. برادر یک چیز خفه نشه. ما اگر تو امامالی را اگر چپا نکنیم کو برادر الماس ای گوسپند اوسنیم. بله 100% بخاطر ای گوسپند اوسنیم. گوسپند سازای دن از چیمو. تو اگر ما همه امامالی چپا نکنیم کو ای گوسپند اوسنیم. در لوبوی جو در وطن در شهر مردم در لوبوی جو که بخدا خواستن چوا سیگانو قدر دارن تاجیکانه. چوا فقط اخوتا در تاجیکای، در ارمیانو نیست، در کیتایو نیست. این همش در گورنای ونمو کلای خوگ امامالی های که ایسمن میبرم میکشیم شو اوسط ترمکان شوگی درشی بچه ای بچه با ازادرمون با ایرمون رفتم که او کلخه اوسیمو سرش خم کونش چخ در کونش تب بینن نگرده. چون نمیبروی گردن یگنه او که شیریناری که من اکفایت بامون بیون. ما والا خواستم ای گوسپند اوسنیم. تو اگر همه امامالی چپا نکنیم ای گوسپند اوسنیم. برادر الماس از گوش کن چون چی گفته است کاشکه که گیرویم گیروی برن او امامالی چپا کنیم بعد گیرویم. بله 100% تا صورتی که ما دیوان عمل نکنیم ما را چیزی که عنوان میتیه همین میلاد ما همون چیزی این برادر عزیز. این را من نفهمیدم جای سنی بود یا اوسنی. یگان تا برادر الماس ایموسی باشه کلچتم کن. برادر عزیز اینه با فکرم که قهرش کرد برای این برادر گفت که مردم تاجیک به مثل گوسپند به صاحبند یا پادوان ندارند. این به طرز کوچگی کرده فهمون که او برادر نادرست به فکرم فهمید و همین خاطر برای آمد همین برادر الماس گوش که بردن نمی چوپانی نمون من وقت گوسپندا من نگاه نکنم گوسپندا میچوشن هرس میروانن تاست. بله ام خوگ امامالی انمی خیلی پروای من تو نداره فقط سمیه خچه تمام. بله تو میبری میچوشی برا 10 سال در اصلی زندگی هستی بیا زنت هایهوشی دست برفته. بله به همین خاطر ما همه دعوت ما همین است که برادرای عزیز باید ما کار بکنیم که یک حکومت بسازیم که یک نفر برویا اگر رئیس جمهور نادرست رفتار میکنه بگه که
تو نادرست کرده سودی وعده دادی که همین کارا را میکنم اومدی چند قا مهلتت گذشت نکرده سودی برای گپ زندانی نشوم اون نفر. ما میخوایم که دولت باشه که همه شمول باشه، مردم حقی گپ زدن داشته باشه، مخالفا در درون تاجیکستان باشن، رسانه داشته باشن، برای با مردم فکر نظرهاشون بگن. امروز 4-5 حزبی که در درون تاجیکستان هستن اینا حزبای کیسگیشون میگه ما مخالفین، برای که یگان بار ندیدیم و برنامه های اینا را داشت برنامه همین حزبی خلقی دموکراتی هم ندیدیم که چی برنامه داره که میخواه که در 4-5 سال یا که در 7 سال آینده چی کار باید میکنه، همین چیزا نگفت به مردم. ایجا معلوم میشه که دیگه اینا وعده نمیتین به مردم که چی کار میکنن، اینا پروسه تعیین میکنن، یک نفر میروند تمام. برادر آلمان اوز اگر تا خب کنیم بریم کن دالش یمتا در سویتافور سرخ اگر من بگذارم کو منم قپن شرف مینن خش تباری او 5-6 آدم کو بولاشن تا بگذاره ایسوسن چپوتی کنه کو را نمیبینن ملیسو. بله سیورن کره میکنن. بله یگان چوپلوس درمت برادر آلمان منا کلوچات قبولم کن همجا بیستم. عزیز باور که من همین متاسفم که امروز دیگه نه چاپلوسش میتون در آمده شده نه بگیم که مخالفش. مردم نمیدونم که وقتی که من برنامه میکنم وقت مناسب نیست که مردم نمیتونن صحبت کردن، که در رمضان انشاءالله که روزای شنبه تنها میگذارم برنامه را بر روزی انشاءالله که ساعتای 1 دی اروپا انشاءالله سر میکنیم که مردم تاجیکستان ما را تماشا بکنن. برادر الماس قسم به الله در او وی بریگریش همون جا بودم که 3 کاغذک موان کو من اشو گفتم گرفتم تا غوجلک هم کو غوجلک هم در درون توالت پرفتگیم در درون توالت صورت نیمه امام علی را والله بیلو تالله میگم ای درون مسجد بعدی خفتم تا گرفتمش غوجلش کن در درون توالت پرفتمش. молодец شرینار این کارو میکنه. در نمی دخترخونه میوان صورتاش میزدن برادر الماس قسم به الله کو ولی دو اوسا کلاش میبریدم. کتابای مسجد نگاه میکنم همش صورتای هم بودن. اوستاک ولی دو میکندم میگرفتم میبردم میپرتمش. این کارو شرینار ترکه میکنه. شرینار ما میخواهیم که نفرهایی که در درون تاجیکستان هستند برادرای عزیز در انتخابات با یکمش اشتراک نکنه و دیمش اگر اشتراک میکنه همش ایکس بمونه، یک صورت بگیره به پارتایی که ما ای رحمانوف و ای حزبای کیسگی بیزاریم، ما نشر میکنیم مردم با بیشتر آگاه میشود. اگر کسانی ما اگر گوسپان نمیشیدیم کو ما اگر این گوسپان نمیشیدیم ای ولادزینو کو 33 سال در طور سرمون نمیستو. بله این بهترین گپ زد رحمت برادر جان وقتی ساختو شریناری تو شرینار سربلند باشی. یک چند دقیقه دیگه در برنامه میمونیم، 10-12 دقیقه دیگه. خواهش میکنم که کسانی که میخواهند صحبت بکنن برادرای عزیز بیای در استودیو وارد چه فکر نظرهاتون بگه یا که در کامنت ها فکر نظرهاتون بنویسه. تنها به دشنام کسانی که دشنام میکنن در کامنت ها اون انسان ها بلاک میشن. من عادت آف ندارم که همین آدمایی که بلاک کردم اوشون بکنم. من اگر به بیننده بمونم خودم طاقت صحبت میکنم. مقصدم خیلی انسان ها من در کار نیست که میبرن در کامنت ها دشنام و اخارت نسبت یک دیگری میکنن. نه میگذارم که داشت رحمانوف شما تحقیر بکنه، نه میگذارم که یگان مخالف تحقیر بکنه. به همین خاطر یک کلمه خوب بنویسه که یک نفر بفهمه که شما چی میخواهی. وقتی که تو نمیتونی یگان چی برآمده در افیر گفته، لااقل در همون کامنت یک چیز بنویس که یک نفر دیگه دید با فکری تر مثلا او کامنت بکنه. متاسفانه دشنام کادمه اقرات مینا برادر الماس کادمه اقرات مینا کو او همو رژیم رحمانوف گرفتگی ها تعلیم امورا گرفتگی ها.
خب تشکر زیاد برادرای عزیز. اینجا یک دو نفر دیگه است، اینا قبول کنم انشالله که با یک 10 دقیقه دیگه در برنامه پس اون خداحافظی میکنم. اگر مردم نباشه، نه که مردم باشه، من میتونم که 3-4 ساعت همین روز در افیر بمونم، با مردم هم صحبت شوید. خب تشکر زیاد برادر. اگر بیا یگان چاپلوس خبر بدین. مصطفی سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موضوع درباره چی است الماس برادر؟ موضوع درباره انتخابات برادر عزیز، درباره زمین فروشی رحمانوف، درباره برادرای زندانی. короче موضوع در سه چی رفتیست да правильно بله سه چی رفتیست نمیدونم ای کدومش کنیم ای کدومش سر کنیم ای کدومش گفتگو کنیم در این منبر. یا برادر یکوزی برومد میگه ما همون گوسپندیم چیم. نه ما همون گوسپند نیستیم برادر. این در بین ما با هزار تا آدمای با کلا و علم و با سواد و با عقل با انا میگم بیس برادری عزیز سبب در چیه که همه آدمای با عقل با سواد میدونستگیمون نمیبرن، صدا بلند نمیکنن. همین سببش میتونی بگوی؟ بعد امروز یا برادر میبره واقعا من همین چیزا قبول دارم که ما رنگ یک توده گوسپندی به صاحبیم. مثال هم آدمان یا که برادری ریولوشنر کی است نه الماس برادر گپ در اون است که ملت با یک حیوان برابر کردن در کار نیست. рано поздно система диктатор میسر این клан диктатор نیست میشه میروه. просто ملت با یک حیوان برابر کردن در کار نیست. абсолютно شما درست چون میفهمید؟ ما نگفتیم که مردم تاجیک алмаз من میفهمم میدونم. просто این یک گپی باز ما برام که باز ما همینجا بگم که همه 10-15-20 میلیون خلق تاجیک ما هممون همه حیوانیم، همه حیوان شدگی رفتگیم. این просто неправильно. причем گپ میگین неправильно. برای چی گپ در اون است که ما باید نگیم گپ، ما باید بگیم که خیلی ها میترسیم شما شدگیم. این میقدمون ملت با یک حیوان برابر کردن در کار نیست. این اشیبکای کلان داره. ممکنه من گپ زنم. ممکنه من گپ زنم. فقط به تحقیق ممکنه من گپ زنم. گپ زن گوش کن. الماس جان ممکنه من گپ زنم. بله بفرمایید. برادر جان من گفتنی نیستم که ما گوسپندیم. این پدرلار ما را گوسپند کردگی است، گویا که گوسپند کردگی است، ما را رانده شده است. ما همین چیزا متاسفانه ما تسلیم شدگی هستیم که ما گوسپند اون هستیم. لیکن رسول اکرم ما چی گفتگی است که وقتی که پیش از مردن شما رسول اکرم چی گفتگی است که چیزی که من کرده بودم شما همین کار رو تکرار کنید. شما مرا انتظار نباشین. شما انتظار نباشین که من میگویم شما رو نجات میدم. نه خودتون از بین همون گوسپند ها گویا که گوسپند ها شیرینر با این برایونه یک جای خودتون را نجات دهید. وصیت کرده بود رسول اکرم. من همین چیزا گفتنی بودم برادر جان. من نمیخوام که ملت من گوسپند است. ملت من را گوسپند میکردی بودم اولود نشده. وقتی که وای برادر برامد که ما هممون رنگ گوسپندیم، رنگ حیوانیم، شما گفتین که بله. باز شما استوری پروگ استوری پیغمبر ما آوردین. گپ در اون است که ملت با حیوان برابر نکنید. فرق نداره وای کسی باشه نباشه. این ملت خطای. فهمیدی؟ کسی ما همه قبولیم که همه قاسم که بگیم خیلی میترسیم شما شدگیم. ایره ما признавать میکنم. این ما همون شما حیوان قبول نکنید. این اشیکای کلانه هر یکی ما کم گپ میگیم. فهمیدی؟ как чьи ملت 15-20 миллиона ملت با یک حیوان برابر میکنید. این توغری نمیگل در عقل انسان. وقتی که تو رو شما میکنن که تو انسانی مایل تو گوسپند نیستی. وقتی که تو رو شما کردن که اصلا گوسپند هم گپی خطای هم گپی خطای یگون علیش نمیشه. هم گپ یا بار 100 بار پفتره یا بار هم گپ 100 بار میگی جو با هم گپ تا یگون دیگه نویگری نداره گپ با همون
То есть гуфтест ки у пайғамбара ба мо баробар накы. Ай замин то осмон фарқи калон дора, фаҳмиди? Як подвижники пайғамбар 10 миллиони тоҷикоро ҷавошо метия. Да ҳамин рӯз шаву рӯз, фаҳмиди? И баробар накы. Ту чӣ ҳози миллата гуфта ки бале дар ҳайвон ту гурӣ кади, ҳози боҷи ҷамра история Ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфт ки иҷа тугурӣ намеода. Ягон вақт миллата дар ҳайвон ممکن است آخر سخن ما گم آخر سخن ما گم بله همه مثال گپی ممکن است آخر سخن ما گم خودت گپ زده سودیان الماس جان ممکن های مردی ما برای چی نادرست میفهمیده باشه این طرزی که نادرست میفهمه داره به صاحب موندگی است صاحب نداریم که یک مشکلی که امروز در روسیه میاد بالای مهاجر حکومت کمک نمیکنه ما درباره این چیز گپ زده است شما میای با گوسپند بچه‌ها و باید دیگه تبدیل داده است ملت الماس جان الماس ممکن است ما آخر سخن ما گم آخر سخن ما میگم میبرم آخر سخن بگی ان شاء الله خداحافظی مینی من میخوام که همه گوش کنن من برادرایی که من کمتر با من باوری دارم که اون طرفداری ما هستن دشمنی مومنی هستن لیکن طرفدار ما هستن خداوند شکر است که اونها طرفدار ما هست ما آخر سخنم نمیگم من پدری من مادری من همه وقت میگفتن که فرزند جان هیچ وقت سرت خم نکن اگر حق باشی اگر ناحق باشی سرت خم کن خم ناحق دون لیکن حق باشی یگان گرم سرت خم نکن یگان گرم رقم نیست لیکن یک تا بوبیم بود که بوبیم براتشکی بوبیم امکیم ده امکی بوبی میگم چی میگن در شما میگه ای بچه‌ام سرت خم کن گوش کن سرت خم کن سری خم شمشیر نمیبره یعنی رقم بس رقم سازی کدوم سرش شمشیر من کو یگان گرم رقم نمیستم کسی که پروت من گپ زد کو رنگی تو یگان گرم من رقم نمیستم سرم میبردم چون من حقم چندرکش میمونم من رحمان کنم من چندرکش میمونم با همین تمام ملتم من رقمش میمونم و تمام ملت من دکازات میکنم که ملت فارس این بهترین ملت توجیک این فرزند اساسی ملت فارس است این چیزا من دکازات میکنم چندرک میمونم بعد از 50 سال 20 سال دیگه که سمرقند بخورم پایتخت تاجیکستان میشد این کارو میکنم پس اتبود میجونم بله تشکر زیاد اینجا با یک نفر دیگه است همین قبول میکنیم بعد خداحافظی میکنیم امروز همین برنامه را طولی 2 ساعت برای که مردم در استودیو نیست نمیخوام که دیگر زیاد صحبت بکنیم کسانی که میتونسته برادرای عزیز می اومده صحبت میکردیم فکر نظراتون رو میگفته 3 موضوع گذاشته بوده متاسفانه 3-4 نفر برآمد فکر نظرهاش گفت ما 2 ساعت در برنامه متاسفانه مردم کم داخل میشه من نمیفهمم که همین وقتی ما برنامه میکنیم مناسب نیست برای مردم روزانه کردن در کار که مردم ببینه برنامه ما را به همین خاطر انشاءالله روز شنبه من به بروقتی برنامه را میگذارم انشاءالله که میخوام که به بروقتی بگذارم که مردمی تاجیک کسانی که در تاجیکستان هستند ما را هم ببینن تشکر زیاد میکنم از ریولوشنر برادر 7+70 ای برادر مصفید برادر عبدالله چند برادرایی که اینجا برآمده فکر نظرهاتون گفته تشکری میکنم چیزی گفتنی باشه ریولوشنر خداحافظی میکنیم من برادران گفتنی هستم که خداوند برای ما چند امکان سنجش روی کرد که اگر ما از همین سنجش گذشتن نتوانیم پگاه یکون غضب خداوند میبیاد که یک زمین جنبی سخت‌ترین میشه در تاجیکستان در وطن ما چون که خداوند میگه که من تو همینقدر کرونا روی کردم با واسه کرونا تو نتوانستی همین کار رو کرد جنگ اوکراین روی کردم تو نتوانستی اصلا من استفاده برده چون که در جنگ اوکراین چقدر من ها را استفاده بردن آذربایجان شهر نرای آذربایجان از من استفاده برد و کرباخ گرفت چون که جنگ اوکراین سبب شد از من استفاده برد دویما شهرهای نرترین سوریه هم از جنگ اوکراین استفاده برد و چندرک شموند بشاره چندرک شموند
Lekin мо тоҷик аз ҳамин моменти ҷанги Украина ягон грам истифода набурдем. Шарманда шудем. Лекин сеюм шанса ба наздики роҳӣ мекунад Худованд барои мо. Як заминҷунбии сахттарина роҳӣ мекунад. Хонаҳои бексабуру, хоксабуру, қултуқсабурое ку ҳамаш бо замин яксон мешавад. Илтимос кадоме ки хештабор доред дар Душанбе бикӯчам бараванд дуртар, чунки дар моҳи шарифи Рамазон ёки баъд аз моҳи шарифи Рамазон як суперски заминҷунби сахттарин ки на кам аз 8 балл мешавад. Ҳама ба хок яксон мешавад. Илтимос бародарҷон кадоме ки мубориз бошӣ хештаборса гӯ дуртар рава. Агар мо ҳамин Украинаро ку бой додем. Барои чӣ Украина бой додем? Моменти зуртарин буд. از اوکراین استفاده بود که روسیه در اونجا مشغول بود. ما میتوانستیم مردم مخالف یک شانس بهتری خوب بود. اوسو طالبا بودن هشش بود. بگیم که اوکراین وقتی سرخوری پوتین نداره که با رحمان و کمک بکنه. ولی سوریه زد گرفت نتونست که ارمیش درنی سوریه بود. مثال ما را سوریه بهتر اطلاع بکنیم. Neki moji čudo dast nekim dabari mo namesta. Asuriyan peşter Azerbaycan sarka 2022 sol vaqti ki jang sarf etdi da Ukraina. Bada şaşmo şimdilik mond Armenora girip Karabakha. Mana istoriya bilmem ma peş kulum ne gutesam istoriya şulegiya hamma dide istoriya. Hami jangi Ukraina sabab şuki Karabakha şimdilik mondu Armeniya ODKB буд ку Армения ODKB буд, яъне коллективной безопасности Россияда буд. Армения, Казохстон, Тоҷикистон, O'zbekiston, Qirg'iziston ҳамаш ODKB буданд. Аммо ODKB шиндирик монду гирифт. Шиндирикш монду Карабахро гирифт. 35 сол кунша дарон бечораем Озарбойҷон Карабахро гирифта натавониста буд. 35 сол از سال 88 نتوانسته بود. بعد راست جنگ اوکراینی سبب شد راست چندرک مونده گرفت. روسیه یگان گرم یاردم داده نتوانست. اون طرفش باشد سوریه هم چند سال 11-12 سال همین کنشداران نتوانست خودش خلاص کرده. وقتی که جنگ اوکراینی سر شد راست از момент فایده برد گرفت. در همون جا هم رحمت به ملت تاجیک هم شهرهای نرترین تاجیک‌ها در همون جا بودن. شهرهای نرترین سیفین توجبایف نماسی گلمراد حلیم همه در همونجا بودن هم گرفتیم یک بالا کرده یاردم کردیم برادری مسلمان برادری مسلمان یک بالا کرده یاردم. لیکن توجیکی پیتو خایکو استغفرالله توجیکی گوسپند گم یک بار دیگه گوسپند گم چوپروس یکی میذاره توجیکی گوسپند اکو از همون момент استفاده نبود. لیکن пока не поздно. Руслан говорит, у вас был такой шанс, вы чего не пользуетесь? Вы чего не пользуетесь? Вақти ки туалет мери барои меза кардан, барои туалет اون کس را ازوری تو را بکشه یا خودت میکشی ازارت رو میشینی کارات رو اجرا میکنی سورت میکنی یا که مستحب میکنی یا اون خودت میکشی یا خود چه ابزت بیاید عروس بکشد این کار رو کنه یا که زم میگیری تشکر زیاد نفر نویسته است که شما فلان جورا یاد کرده برادر عزیز یاد کردن تاجیکستان همه جاش یاد کردم همو که پشت همو دایره همو که تاریخ همو لوی آبی به لحجه خودمون چینووزه یاد کردم میخواهم که هم چند قد تیزتر بر بگردم به خدا برحمانه انتظارم میخواهم که مردم سرجم باشه یک کار کرده بتونیم که این رژیم نباشه و ما هممون یک جا باشیم و یک جا زندگی بکنیم برادر عزیز. خب روایت تشکر زیاد. اینجا یک دو نفر دیگه است امنو را قبول میکنیم خداحافظی میکنیم. مایلی دار زنان خو اگر یک سوال متشنیست که سوال باشد من جواب قبول کنیم. خب سلام علیکم یا بار دیگه. و علیکم سلام. الماس چون مرا برآورده این استودیو؟ آخه همین رسمار برادر عزیز نمیفورم که بیت ما فهمیدم این رولوسیونی نگفتی
яке боше вай чоплус метро мара чоплус اگر یه چوپلوس باشد من قطعی گپ میزنم واسه شندرکش میمونه نه گپی شما بود که وای چوپلوس همینجا باشه بود روی ما همینجا قبولش نمیکنه این رеволюционер تو کیفی برات چی گفتی تو ما چوپلوس نیست ما وقت دایی راه بودم تو وقت گفتی مرا کیف کردم میگشتیم ما 2011 دامی راهم فهمیدی 2011 من против ту гап задagi нестам чоплус надумай чоплус на ам гапи шумо буд гапи хата никогда отрицать карда наметуни до конца ҳамиҷа гуфтӣ ки авай чоплус боша яки ҳам гуспан бугумшу метрои тари хали гап нагу бародар айпеш гап назан айпеш хутон ҳарчи бофта гап назани мо сархи гапои чи гап назани ту пешар як одам омад ромад гуфти мефаҳм дами роҳи просто ку вақти кайф карданӣ боша отдельно худ гуфти мара система худ пеш бар тамом лишна як гап як одам намедони намешнуси намефаҳм чӣ тария не мисол ман туда гап занам мисол надорам мисол овардист мисол надорам гӯш кун ман ту гӯш карда метавонӣ ё не ман гӯш мекунам просто як гапо як 10 бор такрор гуфтам ман дар роҳ ман любой чоплуси ку ракм бокум задагим фаҳмидӣ любой чоплуса ман чоплус қати ку шапошапак шидагим ҳар рӯз паш фаҳмидӣ дар роҳ агар шумо паноҳӣ будам дар тоҷикистон ман шапошапак шидагим бародарҷон гӯш мекунӣ мара ё не бародарҷон чоплус нагӯ на он гапи худат буд ки гуфтам чоплус ҳаминҷо бошад медроя қарш мекуна медроя не ту чоплус несте ту бародари манӣ ту гӯш мекунӣ чон бародари ман ёхи гапи хата никогда отрицать карда наметавонӣ ҳамин як гапат нодуруст нафаҳме илтимос алмаз охи ман далбаёт бесавод нестам ман мефаҳмам авай нав худаш гуки ҳам чоплус ҳаминҷо боша яке медроя фаҳмидӣ ава одам мара дал ту чоплус ҳасти ё чоплус нести дар тоҷикистон 8 балл замин меша ай киҷо медонӣ чӣ гап меша на гуфте ки 2022 азербайҷон гирифт азербайҷон 2021 во время карантина зад гирифт карабахга чӯ пеш хутон ҳархи неправильная информация гап задан мегирем хотук 22 сол моҳи июн гирифт ти чо чера бин охе чоплус бин 22 сол моҳи июн гирифт карабах ин супер чоплус аст суҳбат тӯлонӣ шава бародар революционер як ҷавон ташаккур намехоҳам ки ду бародар қати ман хайрӣ хуш накун урам хуш накун майли мана гӯш кун анин падарланатое ку анаиҳо моро мешикананд анаиҳо моро устухони дар гулӯи мо анаҳами падарланатҳо ҳастанд агар ҳозир худованд биёяд гӯяд ки ҷон надорам метии ҷони ҳусейн ашурихро мегирам ё ки ҷони муҳаммад иқболро мегирам ё ки ҷони алмазро ман мегӯям бия ҷони ман нагир ҳамин сета ширинара ҷонашро нагир мегӯям падарка мекунам ҷонима лекин петухое ку барои нафси худашку ҷони модарашро мефурӯшад просто нотуғри фаҳмид оли боя рӯз да петухай шаклш маълумат ки петухай ту ким чи бало карабах барабах ким чи карабах 22 сол билад моҳи 13 июн гирифт охо билад азарбайҷон алиев рафт шиндирик монд армениёро гирифт карабаха 35 сол гирифтан ҷанги украина сабаб шуда гирифт 22 сол моҳи июн гирифт охи ёк твой мат ти чи шакал кон чи мегӯӣ ту билад чизе ки дар онҷа нигоҳбонат аки даштома таъхирш накард бачаҳои пасон мефаҳмад далбаёни кончини баромада билад против билад шеринар баромадеста билад куниш бо шохи гов шохи шеринар ҷанг ҳамон иншаалло ки ӯ бародар нотуғри ва фирм як далбаё ба як барои ӯ нафспарастай барои камтар ҳозир имомали пулсиятку билад против муҳаммад иқбол мерадавай ҳамара мефурӯшаду илтимос номери мара уда натеки билад ин петухайку номери мара мефурӯшад номери телефони мара мефурӯшад барои пул имомали як камтар хоҳараша модараша камтар бӯса кунаку мефурӯшад як петухай ай овозаш маълумай билад тактикаи гапзаниш маълумай ташаккури зиёд бародар революционер худоҳофизӣ мекунем инаморам саломат бошед худо нигаҳбон хоб бародарони гиромиқадр инҷа як ду нафари дига аст мутаассифона ман шумо қабул карда наметунам охири барнома бародарои азиз чӣ гуфтаниянд мо аз шумо танҳо як
обуна шидану лайк мондану талаб мекунем. халос бародарои азиз, хоҳиш мекунам ки фикр назарҳотуна дар зери навор навишта кунед, обуна шавед дар барномаи мо, бимонед лайкотуна ки то дигаро бибинанд барномаҳои моро. мо мехоҳем ки дар тоҷикистон ягон коре бикунем бародарои азиз. ба ҳамин хотир моро дастгирӣ бикунед. ташаккури зиёд ба нафарое ки моро пайгирӣ карданд. то барномаҳои дигар, худо нигаҳбон.